الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم انما نحن مستهزئون. بیان علامات منافقین و مشخصاتی که در زندگیشان داشت و الله تبارک و تعالی این مردم به شکل صفت بر ما بیان میکنه، نه به شکل اشخاص معین توسط نام. یکی از جمله هدایات قرآن کریم یا اسلوبی که قرآن بیان میکنه است که همیشه حکم سری کسی که موصوف به کدام صفت است به او سیستم الله تبارک و تعالی حکم میکنه. اشخاص نام نهاد نمیکنه، یعنی به نامهای خودشان نمیگیره. اگر منافقین الله تبارک و تعالی به نام معرفی میکردن، برای منافقین بزرگترین بهانه جور میشد. از یک طرف عناد در رو میگرفتن و میگفتن که چرا نام ما گرفته شده، از طرف دوم کدام چیزی که سری از وا ادعا میشد از او انکار میکردن، چرا میگفتن ما به این سیستم نیستیم. اما الله تبارک و تعالی برای از اینکه همیشه تقریر و تبلیغ علما و همچنان خطابی که از جانب الله تبارک و تعالی برای بندگانش میشه، این داخل چوکات میشه و این بسیار اسلوب خیلی ورزیده است، کسی هم تو را ملامت کرده نمیتونه. ما وقت مسائل بیان میکنیم میگیم کسانی که بینمی صفت موصوف هستند. قرآن کریم هم همین قسم بیان میکنه، اینمی دستور بر ما میده که ما مشخص نام نمیگیریم و کسی سر ما انتقاد اعتراض هم کرده نمیتونه، بلکه کدام حکمی که مرتب میشه بالای کدام اوصاف، در داخل اوصاف همون شخص معرفی میکنیم. حالی اگر همون شخص در چوکات میایه و حکم سر ثابت میشه، گناه خودش است، خودش باید از او صفتا خود نگاه بکنه. به طور مثال ما میگیم اگر کسی از صحابه کرام مرتد میگه، عایشه رضی الله عنها را زانیه میگه و ابوبکر صدیق رضی الله عنهما را جبت طاغوت میگه، این مردم از دایره اسلام خارج است. حالی این صفت اگر در بالای هر کسی صادق میشه، او بر ما گفته نمیتونه که چرا بر ما گفته این گپه، چرا ما در داخل چوکات بیان کردیم، حالی تو که آمده ای باید خود ملامت کنی و این صفت ها در تو موجود نشوه که مصداقی امی حکم بگردی. از امو خاطر است یک سال در مسجد ترجمه میکردیم، یک چند قاری صاحبا از ما بسیار خفه شدن. ما قطعشان گفتگو کردم، گفتم چرا خفه هستی؟ گفت سعی که کلی همی آیتا را در ما میچسبانی. باز ما گفتم نخواد سری تو چسبانده باشم، نامی تا گرفتیم؟ گفت نه. گفتم چطور چسبید سرت؟ باز برش گفتم که شما این همی صفتا را دور کنی که آیتا سر شما نچسبه، کدام چیزایی که سبب چسبیدن شما میشه او را شما زائل کنی، در صدد ازی شوی که شما او گپ پیدا نکنی، سر شما دیگه این حالت نبیه. حالی شما در این مورد خوب فکر بکنی که من نام شما را نگرفتیم. بسیار علما حالی بسیار خفه است از ما، میگه سعی کنی در پشتی علما را گرفتی، به علما اینطور گفتی. دیگه ما میگم خود تو را خود نگفتیم، نامی تا خود نگرفتیم، خود ما عالم صفتش بیان کردیم که کدام عالمی نمی صفت داره، اینی حکم الله تبارک و تعالی متعلقش میشه. حالی وقتی که این موضوع را به این قسم بیان کنیم کسی اعتراض هم نمیتونه. قرآن کریم هو به هو اینمی اسلوب پیش میبره. منافقین به نام معرفی نکردن، چرا؟ اگر به نام معرفی میکرد دو سبب بدبختی میشد. یکی خو انکار بکردن، میگی صفتا دما نیسته. دوم است که بسیار لجاجت و عناد و ضد در پیش میگرفتن. اما الله تبارک و تعالی طور صفتا را بیان میکنه که همین صفت دوا موجود میشه. وقتی که دوا موجود شوه خودشان در بین مجموعه و اجتماع بسیار خجالت میکشه، شرمنده میشه که چرا اینی صفتا خود ما موجود است و ما متعلق همین حکم میگردیم. الله تبارک و تعالی منافقین به علامات و به اوصاف مشخص کرد بر ما و این سوم فایدهش است که تنها در زمان پیغمبر علیه السلام منافقین نبوده، بلکه در هر تاریخ و زمان منافقین وجود داره. منافقین امو افرادی هستند که وا بزدل هستند، شجاعت نداره، مسیر خود انتخاب کرده نمیتونه و دلاوری ندارن که در مقابل
استادگی بکنه، همیشه نعوذ بالله برنگ محیط و جامعه خود می سازه. با تو امروز برنگ توسته و با صبا برنگ دیگر است. همچو افراد ما و شما دیدیم، یک تعداد مردم در این وطن ما و شما در دایره دولت بودن، البته دور از اون مردمایی که حق پرست هستند. با کمونیست بودن، با مجاهدین مجاهد بودن، با غربی غربیستن. سبا که هر کس در این نظام بیا، با طالب بودن. یعنی رنگ خدا مطابق امو زمان و تاریخ و منطقه بدل کده میره، چلپاسه است، برنگ امو محیط خدا می سازه. اینطوری افراد بسیار خطرناک است. چرا؟ یا مسیر مشخص نداره، مردم در ظاهرشان فریب میخوره، حقیقتشان برشان واضح نمیشه. از او خاطر الله تبارک و تعالی بیان منافقین در اوصاف کرد و بر ما نشاندهی کرد که در هر تاریخ و زمان همچون مردم پیدا میشه. علاماتی از جای اینمی گپا است. از جمله علاماتی که قبلا گفتیم، یک علامه شیسته که وقتی امرای مؤمنان می آمدن می گفتن ما ایمان داریم، ولی زمانی که می رفتن تنها می شدن با امرای سردارای کفر خود، باز می گفتن که ما همراه شما هستیم. اونجا برای محض استهزاء و رشخندی نعوذ بالله رفته بودیم، سری از رشخند زدیم. یعنی قطع هر کس و قطع هر محیط امو قسم خود ساختن. اینمی هم نشان منافق است. اینمی منافقت در بدر میکنه، مسئله را گنگ باقی میگذاره و مردم در دوری قرار میده. امروز مشکل ما از کجا پیداست؟ مردم کلگی شکایت داره، خصوصا اعتراضشان سر ما زیاد است. میگه سیکو شما مسائل بیان میکنی، نفاق در بین مردم پرتافته. ما میگیم نفاق نیست. اگر علمای حقانی و حق پرستی موضوع را کلگی روشن بگویه، هیچ افتراق باقی نمیمانه. هر عالم ادای مسئولیت دینی خدا بکنه، آن چیزی که در کتاب الله و سنت رسول الله وجود داره بیان بکنه، خور قطش نکشه. زمانی که در تلویزیون جناب مفتی صاحب و دکتر صاحب و مولوی صاحب میایه، از زنگ برش زده میشه، از پیش سوال میشه رفع الیدین چی طور است؟ گنگ 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 میشه. این طرف میگه بله در حدیث آمده، خود مذهب ما نیست. اینی قدر گپ میزنه. خب بگویه که در حدیث پیغمبر آمده، عمل سنت است، هر کس کی را انجام میده عمل به سنت رسول الله میکنه و این قابل نفرت نیست و کسی قطعش نفاق نداشته باشه. اگر کسی قطعی نمی عمل نفاق داشته باشه، بدبینی داشته باشه، این در حقیقت بدبینی قطعی شخص نداره، این بدبینی قطعی عمل شخص داره. او عمل شخص عمل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و کسی که با عمل پیغمبر دشمنی داشته باشه، نعوذ بالله و از دایره اسلام بیرون میشه. یک عالم امیتور واضح گپ در تلویزیون میزنه؟ نمیزنه، گنگ میسازه مسئله را. و وقتی که تنها او را گیر کنی، قسم برش بدی که تو را والله قسم مولوی صاحب همین موضوع چی طور است، برات میگه حق است، خب ما گفته نمیتونیم. چرا گفته نمیتونی؟ دست به پای تا کسی بسته کده؟ آیا تفنگچه را در گوشت باقی همینطور گذاشته که حالا تو را میکشم؟ نه، به این خاطر تو گفته نمیتونی که عقیدت سری الله تبارک و تعالی قوی نشده که روزی دهنده الله است، عزت دهنده الله است. تو به خاطر عزت و مصلحت شخصی خود برای خوش کردن مردم امی گپ مرموز میزنی. از او خاطر این گپ گفته نمیتونی. از اینجاست که دور را پیدا میشه. ما یک فتوا میدم، جناب مولوی صاحب دیگه فتوا، جناب استاد دیگه فتوا، جناب دکتر دیگه فتوا، مردم در دوری باقی میمانه. در دهن کی سعی کنه مردم عوام از کی را بپذیره؟ عوام در این مورد باز ملامت نیست، یک ملامتی داره. یک ملامتی طور داره که هر کس دکترا را در یک دفعه مریضی، در دو دفعه مریضی، در سه دفعه مریضی او را امتحان میکنه، ارزیابی میکنه که کدام دکتر یقینا دلسوز است سری مریض، دوای خوب میده، پیسه خود زیاد نمیگیره و تلاش میکنه که یقینا امی مریض جور شوه. اینمی دکتر هر کس شناخته میتونه در دو سه مرحله. اما مردم ما در مورد علما و در مورد دین اینی کار نمیکنه. بس هر که یا است که نعوذ بالله از منطقش از امو عالم است، از او پیروی میکنه و او را خوب میدانه، ولو که یک عالم دیگه از دیگه منطقه گپ حق میزنه پشتیبانیش نمیکنه. یا است که در تنظیمش وجود نداره. ی عالم در تنظیمی از او که موجود نبود که ولو خود کتاب الله را بیان کنه، بس دیگه هیچ برش اعتنا نمیکنه. و این مسائلی است که شما روزمره قطعی برخورد میکنی و میبینی، خودتان لمس میکنی. اینی مشکل در جامعه ما به بار آورده که مردم تفرقه را. چرا در افغانستان تفرقه است، در عربستان چرا تفرقه نیست؟ اونجا که به میلیون ها مردم مختلف مذاهب میآیه، پشت یک امام اقتدا میکنه، در یک صف 10 قسم مردم نماز میخوانه، خب کس بد نمیگه. در اونجا عناد نیست، بد سعی کردن نیست،
اونجا اختلاف افتراق نیست، اونجا یک اتحاد است. اینجا چرا اختلاف افتراق است؟ اختلاف افتراق نمیسته که ما میگیم بسیار محصلین ما، بسیار جوانای روشن فکر ما، چون از اونجا درس گرفته می باشه پر شده این جمعیه، برای ما میگه رفع الیدین چیست؟ مولوی صاحب سنت است. تفریقه چیست؟ حرام. باز یک دلیل هم برایشان نشان داده، دلیل غلطه. دلیل غلط کدام است؟ نمیبینی که موسی علیه السلام در کوی تو رفت، هارون علیه السلام باقی ماند در اینجا. وقتی که مردم گوساله را پرستی شروع کرد، هارون علیه السلام پشت سر موسی علیه السلام نرفت و این مردم در مو حالت شرکش باقی گذاشت. این مردم در مو حالت شرکش باقی گذاشت. دیدی که به خاطر که تفریقه نبیا، حتی شرک هم نعوذ بالله پیغمبر تایید کرده و این تکذیب پیغمبر است، این تکذیب قرآن است، اهانت پیغمبر است. نعوذ بالله. این علمای ما اینطوری علما یا حقیقت قرآن نمیداره. اونجا هارون علیه السلام میگه به موسی علیه السلام عذر خدا پیش میکنه. او میگه چرا پشت من نآمدی؟ او میگه اگر من می آمدم تو میگفتی که جدایی آوردی، یک جماعت قطی خود می آوردم، یک جماعت اینجا باقی میماند، تو میگفتی که همون جمعه بودی. خب اونجا او تایید شرک نکرده، او بسیار تلاش کرده که شرک نکنه. و کادوا یقتلوننی، قریب بود که مردم مرا قتل کنه، اینقدر مبارزه کرده. خب برای ما میگه کیسه کنه اینقدر تفریقه باید دفع شود. ما میگیم خیلی خوب یاد درکم، یکی تفریقه است که سنت است. حالا ما چی کنیم؟ تفریقه را از بین ببریم یا سنت؟ تو بگو برم، امی فتوا را تو برم بده. ما باید تفریقه را از بین ببریم. تفریقه از کجا پیدا شده؟ عامل تفریقه چی است؟ نادانی مردم است. مردم نمیفهمه کی سنت است، رفع الیدین سنت است. خب که مردم نمیفهمه، عامل امی تفریقه نادانی مردم است. نادانی مردم است کجا پیدا شده؟ ملا صاحب مسئله را واضح به مردم نگفت. تو پیش من نبیا که سنت پیغمبر به مردم نگو که عملی بسازه و تو ای را بیان نکو. تو پیش او ملا صاحب برو، با ملا صاحب بگو که نگفتن تو سبب نادانی مردم شده، نادانی مردم سبب تفریقه شده که سنت پیغمبر بد میدانه. تو پیش او عالم برو، پیش من نبیا. برای من نگو که سنت بیان نکو، برای من بگو سنت بیان کو، او رم بگو سنت بیان کو. اگر دو عالم سنت بیان کنه تفریقه از بین رفت. بزرگترین نمونه مثالش در مسجد ما. بیا تون بیا، نه رفع الیدین کو، نه آمین به جهر بگو، نه دستایت سر سینه بسته کو، همینطور زیر بگی. اگر یک نفر بری تو گفت که چرا این کارا میکنی یا بد برات سی کرد، نمیکنه، چرا که بیان شده. پس از او خاطر او جوانی روشن فکرم، او جوانی مبارزم که بسیار جدیستی، پیش من نبیا، پیش او ملا برو. او ملا را از جاغیش محکم بگی که او ملا صاحب می عمل سنت است یا نه. اگر گفت که بله سنت است، در کتاب حدیث ثابت است، تو بیان کشه. این موضوعات به خاطر میگم شاید شما بگویید که کلی مولوی صاحب مسئله را سر این موضوعات میچرخانه و اینمی گپاره می رفع الیدین است، به خاطر که زیاد واقع شده، مردم دی زیاد مبتلا شده، سوالا به ما زیاد مواجه شده. از این خاطر وضاحت براتون دادم که همین سوالا را انواع میکنه. گپ در کجاست؟ گپ در اینجاست که حقیقت باید بیان شود. انسان در ظاهر یکی، در باطن دیگر رقم نباشه. این مشخصاتی کیست؟ منافقین است. نعوذ بالله. منافقین مردم از ظاهرشان خیلی مطمئن، اما در حقیقت در بدری و خاک بسری بود. مزمو خاطر گفتم که مؤمن مسیرش معلوم است، واضح است، از کسی هراس نداره، خصوصا در موارد حق بیان کردن. فلا تخشوا الناس واخشونی. الله میگه از مردم نترسه، از ما بترسه. حق چرا پنهان کنیم که مردم از پیشم خفه میشه؟ مردم خفه شوه. عزت در پیش کیست؟ الله تبارک و تعالی است. اگر این گپ میزد یک پیغمبر میتونست که بعد چی بکنه؟ تبلیغ. مردم قطعشان خفه میشد یا میپذیرفت؟ انبیاء علیهم السلام در اول نقطه آغاز دعوتشان یک نفر داره. چند نفر؟ یک به مرور زمان 2 3 4 10 نفر جور میشه. کلی مردم قطعش مخالف میباشه. پس پیغمبر باید هیچ تقریر نکنه، هیچ تبلیغ نکنه. چرا؟ تفرقه پیدا میشه. و یک سوالی بود که مشرکین در مورد پیغمبر به مردم بیان میکرد که شخص آمده تفرقه را در بین پدر و اولاد پیدا کرده، مادر و دختر پیدا کرده، ما را به هم چی کرده؟ نفاق در خانه ها پیدا کرده. این در حقیقت اعتراض مشرکین بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ولی امروز از دهن ملا صاحب ما، مولوی صاحب ما، از دهن دانشمند ما، از دهن کلان ما امی اعتراض میشه. عجیب نیست؟ آیا کتاب الله را مطالعه نمیکنی؟ قرآن؟ نه، بیا که از
کالای نفاق خود بکشیم، حقیقت خود برملا کنیم، هر مشخصاتی که داری بالکل واضح بیان کو که مردم بشناست تو کیستی. عجیب نیست؟ نعوذ بالله کمونیست پیدا میشه نظریه خود برملا اعلان میکنه، نمیترسه از تو. کسایی که نظام سرمایه‌داری را میپذیره غربیسته، او نظام خود اعلان میکنه، حتی در کالا، حتی در رفتار، حتی در تکلم. کمونیستا به چی قسم میخوردن؟ راست نبگه، به شرافتت قسم، به الله قسم نمیخوردن. وای اظهار ضمیر خود میتونه، تو عالم چرا نمیتونی اظهار ضمیرت که حق است؟ تو را به الله قسم حدیث میخوانی، کتاب الله را میخوانی، موضوع برات معلوم است، واضح است، چرا بیان نمیکنی؟ باز خصوصا که اگر از پیش سوالم نباشه تو یک عذر داری که مردم از پیشم سوال نکرده، از او خاطر ما بیان نکردیم. ولی وقتی که از تو سوال میشه و در تلویزیون سوال میشه، خود مفتی مملکت هم معرفی کردی، چهره عالمم به خود گرفتی، بازم تو ایله و با نمیکنی، برو نگفتی، به می الله چی جواب میگی؟ در مقابل سنت محمد رسول الله تو چی روش اختیار کردی؟ مردم هم منع کردی یا تشویق کردی؟ امی معنا در قبر از تو به چه قسم میشه که ما تقول فی هذا الرجل، در این شخصیتی که موصوف به این صفات است چی میگی؟ تو میگی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر چی مانا؟ که ما در روش در رفتاری از این قدم میگذاشتم و حرکت میکردم، تو حرکت کردی؟ حتی مردم از پیش تو سوال کرد، تو گفتی؟ نگفتی. خیر در روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ من دیگه کار ندارم، منظوری ما است که اینی سوالات خیلی زیاد میشه، ما را مردم ملامت میکنن. شما مسائل فروعی را گرفته، یهود و نصارا آمده، عقیده باید جور شو. مردم ما اول عقیده را بحث میکنیم. سوره فاتحه مکمل عقیده بود یا نبود؟ مکمل عقیده. افرادی که رفع الیدین میکنه عقیدهشان مکمل جور است، و افرادی است که حالی پشت افضل میگرده، او عمل اطور عمل انجام میده که عمل یقینا دیگه خون نداشته باشه، او طور افراد می کار میکنه. ما کی مردم اول شما که آمدی براتون گفتم الا رفع الیدین کنی؟ ما گفتیم نه، عقیدتان درست کنی. عقیده بعد از او مرحله به مرحله انسان، حتی ما ای گپا را بارها اعلان کردیم که کسی که ادعا داره که ما پیرو کتاب الله و سنت رسول الله هستم، تنها بر رفع الیدین ای پیرو شده نمیتونه. با امین جهر گفتن پیرو شدن تا که مکمل عمل کردی زندگی خود موافقی کی بسازه؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی بود قرآن کریم این موضوعات برای نمی اهمیت بیان میکنه که مشخصات منافقین است. و اذا لقوا الذین آمنوا، زمانی که روبرو میشن امرای مؤمنا، قالوا آمنا، میگوین ما ایمان داریم. شما باور به الله بکنید. مردم ایمیا خود معرفی میکنه که هم فکری توست مولوی سید. چه رقم هم فکری مستی؟ چند سال امامت کردی، چقدر بدعت از بین بردی، چقدر سنت جا بجای بدعت کردی. ایتورام نه که امروز تو بگویی که من نمیتونم به خاطر که نو رفتم مردم آشنایی نداره و زودی که دمر میکشه. تو کسی هستی که امروز مردم برای عقیده داره، اخلاص داره، خوب شناخته تا عالمی که اول در کدام منطقه و قریه میره بالکل ملامت نمیکنم شه. من برش میگم که نگو. چرا؟ به خاطر که تو را دم یک روز پس میکشن، هیچ موقع خدمت تدریس تعلیم برات حاصل نمیشه. اما تو عالم خود 10 سال تیر کردی، تو عالم خود 20 سال تیر کردی، تو را به الله قسم بدعت از بین بردی. امیال کج میشینی یا راست روی تدور میدی؟ دعا را بعد از سنت بیات اجتماعی میکنی یا نمیکنی؟ مردمای مقتدیای تسبیحات یاد داره یا نداره؟ عجیب است که خود میگه ما به قدم پیش میریم. اما کدام قدم است؟ دمی 20 سال خود 100 مقتدی تو وفات کرده، 100 مقتدی تو عقیده توحید یاد نداره. به نزد الله بر مقابل 100 مقتدی تو جواب داده میتونی؟ در روز اول بعد عقیده توحید بیان میکردی، برو عمل به سنت نکن. از همون خاطر برادرها این سوال خیلی مهم است. هر کس می سوال میکنه. یهود و نصارا آمده، یهود و نصارا تو جناب عالم چی کردی؟ برای من میگی یهود و نصارا به تو نامده؟ من خلا اقل مردم از یک سنت پیغمبر آگاه کردم، تو چی کردی؟ دیگه شخو بگذار. یهود و نصارا را چطور شکست داده میتونیم؟ با یکی چوب بشینیم حقایق برملا نکنیم؟ یهود و نصارا را شکست به این داده میتونیم که ما کتاب الله را فاش کنیم در بین مردم، حدیث پیغمبر را فاش کنیم که مردم حقیقت دین بفهمه. باز یهود و نصارا که با تمام نیروی خود بیا سر جوان ما کار کرده نمیتونه. خود تو بیا دیگه. اینمی سوالی است که به هر کس پیدا میشه و از ما سوال میکنه، در تلفن قطمه جنگ میکنه. دشنام شما باور به الله بکنید، دشنامم برای من بده. خب لیکن من دای بی حوصله نمیشم. خیر است دشنام بده، ولی حقیقت دیگه چیز است. گاهی برش میگم خیر است بیا در ترجمه
بشیده مجلس باز بعد از او گپا را بشنم. خو ما گلکی دارم همیسته که ما رنگ منافقا را قط خود نگیریم. منافق حقیقی اعتقادی در زمان پیغمبر بود. چرا؟ به طریق وحی معلوم میشد. عقیده امر مبتن است، پنهان است. الله تبارک و تعالی آگاست. پیغمبر علیه السلام خبر میداد که اینی منافق است. امروز ما منافق شناخته نمیتونیم، رای شناختش نداریم، اما پیغمبر به ما خبر داده که اگر یک عمل منافق در کسی پیدا شد و چیسته منافق گفته میشه. اگر 2 عمل، اگر 3 عمل، اگر 10 عمل پیدا شد، حالی با یک شخصی که قطعی تو یک رنگ است باز پشت سری تو برای دیگر رنگ باشه، این خیر چی گفته میشه؟ قرآن برای ما بیان میکنه که یکی از علامات منافقی نمیسته و اذا لقوا الذین آمنوا، در آن وقتی که روبرو میشوند آمنو امرای کسانی که ایمان آورده، قالوا میگویند آمنا ما ایمان آوردیم، بسیار ظاهر میکنه، میگه ما پیروی سنت رسول الله هستم، اینقدر دلسوز هستم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که تنها میشوند، کناره میشوند، میروند الی شیاطینهم، به سوی سرداره و کلانایشان، نعوذ بالله. اصل و عقیده به تو نداره، تو را حقیر میدانه، واره کلان میدانه. همینطور مردم در این وطن ما فی الحال است. میاد جامعه مسلمان ها آنقدر دلسوزی مسلمان خود معرفی میکنه که پرسان نکو. خب پیش بادارای خود که بره در روس و در چین و در امریکا، در انگلستان و در آلمان، باز اون جمعه که ما خی مسلمان ها را تحقیر کردیم، نعوذ بالله. قالوا انا معکم، میگن لاف میزنه که ما امرای شما هستیم. اونجا که پیش مسلمان ها میریم انما نحن مستهزئون، ما محض استهزا میکنیم سری مسلمان ها، ریشخند میزنیم سری مسلمان ها، نعوذ بالله. افسوس است امروز یک تعداد مردم میاد برای ما شما میگه و عقب گرایا، یعنی اسلام چی میگه؟ نظام عقب گرایی میگه. اگر حجاب در سر دختر ببینه یا لنگی را در سری کی بگه مرد ما، یا ریشه ببینه که الا کرده، برایتان چی میگه؟ بگه عقب مانده ها میگه نمیگه؟ این نمی مردم است، سریتان ریشخند میزنه، امی منافقین است. اصل حقیقتش با اونمو کفار است. اینجا فقط محض از نگاه نسب و نام خود مسلمان معرفی میکنه، مسلمان نیست. قرآن گپا میگه او خود که هر قدر تلاش کنه که نه مسلمان هستم، قرآن برش میگه که نه مسلمان نیستی. 2 رنگ داری، 2 مسلک داری، 2 آرزو داری، 2 نیت داری، 2 اراده داری. و هر کسی که طور باشه که نمی قسم حالتای باطنت قطع ظاهرت موافق نباشه، باز تو در جمله منافقین شمار میشی. خب الله چی جواب میده؟ الله یستهزئ بهم، الله مسخره میکنه بالای از یا، یعنی الله تبارک و تعالی جزای مسخرهش میده. بعضی تاویل میکنه نه، استهزاء صفت مخلوق هم است، صفت خالق هم است. صفت خالق امو رقم که لایقشان کیست؟ الله متعال است. ما واره نیست که مسخره با دیگر رقم است، اما الله تبارک و تعالی اینطور برش چی میکنه که این را موقع میده از اینمی ظاهر کردن ایمان زبانی شام. الله برش چی کرده؟ نعمت نصیب کرده، امن برش نصیب کرده، اما در حقیقت این گناه عظیم خیلی انجام داده. چرا که ظاهر یک چیز گفته، باطن دیگه چیز است. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، زیاد میسازه یاره فی طغیانهم، در سرکشیشان، یعنی در برآمدن از حد شریعت دیگه هم زیاد میشه. یعمهون، سرگردان هستند. چه رقم؟ منظور است که یا خود تلاش داره که این مسلمان ها خود کامیاب نمیشه. این مسلمان ها بسیار فقیر هستند، حقیر هستند، چیزی را یاد ندارن، چیزی مادیات در دستشان نیست، قوت یا یک روز شکست میخوره. خو لیکن در قلبشان همیشه نمی آرزوست که مسلمان شکست بخوره. خو الله میگه و یمدهم فی طغیانهم، دمی ریشخندی، دمی بیعزتی برای مسلمان یا را زیاد میسازه، باز یعمهون، سرگردان میباشه. ترقی مسلمان ها را باز میبینه، باز ایران میمانه که حالی کدام طرف شویم. همون رقم مردم بودن. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدین. الله تبارک و تعالی برای ما نمایان میسازد دنیا یک صحنه و میدان امتحان بزرگ الله تبارک و تعالی و یک سرای یا کاروان تجارتی است. شما برای تجارت آمده، الله اکبر، موسم تجارت هم الله برای ما معرفی میکنه در فلان وقت بینمی سیستم، اینی سرمایه تان و اینی فایده تان، بینمی سیستم عمل تجارت انجام بده، شما کامیاب هستی. دنیا سرای تجارتی ماست. الله برای ما سرمایه داده، عقل داده،
حواس داده. انبیاء علیهم السلام با کتابه و قوانینی که نجات بخش است برای ما و شما، ذریعه نجات است برای ما و شما، او را الله روان کرده. ولی ما از این استفاده میگیریم یا نه؟ از این گوش خود، از این فکر خود، از این چشم خود، از این چیستا زبان خود، از این سرمایه، او سرمایه که پیغمبر برای ما آمد در رهنمایی کرده، او کتاب الله که در پیش ما فعلا وجود داره، از این فایده میگیریم یا نمیگیریم؟ این سرمایه اصلی ماست. از این چطور فایده میگیریم؟ چه رقم؟ اگر ما زندگی خود موافق نمی قوانین الله بسازیم، یقینا که سرمایه ما به جای مصرف شده و آنقدر فایده کردیم که فایده به هیچ چیز حاصل نمیشه به جز از اینمی چیستا عمل ما و شما. نعمتای جنت توسط کل مادیات دنیا حاصل شده میتونه که عوض بدیم؟ بگوی حاصل شده میتونه؟ نه، توسط عمل کرد و عقیده تو حاصل میشه. اینی سرمایه بود برش. تو علی توسط ازی فایده میکنی یا امی سرمایه هم از بین میره. چقدر مثال واضح است. در دنیا اینمی دو قسم مردم است. یک قسم مردم است که یقینا شناختن اهمیت سرمایه را هم، موسم تجارت هم، فایده را هم شناختن که به اینمی سیستم فایده میکنیم، یا اونمو مؤمنای واقعی است. قرآن کریم صحابه کرام همینطور مؤمنا معرفی کرد که وا سرمایه خود استفاده کردن، از مجلس چی پر برکت پیغمبر استفاده کردن، در مرحله رسیدن که بشارت جنت در زندگیش برشان آمد. اینی مردم بود که از این سرمایه خود استفاده کرد، تجارت درست کرد، سرمایهشان ضایع نشد. اما بالمقابل مردمی بودن که این سرمایه را از دست دادن. الله که کدام گوشه برای کدام وظیفه داده بود استفاده نکرد، کدام فکر قوی فکر که الله برش داده بود استفاده نکرد. پشت سر میاد صم بکم عمیان فهم لا یرجعون. این مردم ها وسایلی که توسط از یا یک مرتبه و مقام و منزلت میرسیدن، اموار را گرفت ضایع کرد، از بین برد. لامپ برای روشنی بودی گرفت میده کرد شه، در تاریکی نشست. اینی مردم است. دو قسم مردم در دنیا است. خلاص هر کس اینی میدان تجارت است. میدان تجارت اعضای ما سرمایه ماست، مال ما سرمایه ماست، عقیده ما سرمایه ماست، علم ما سرمایه ماست، قوت ما سرمایه ماست، مقام منزلت در کدام رأس که داریم سرمایه ماست. درست استفاده از پیش میکنیم یا نعوذ بالله غلط استفاده میکنیم. الله منافقین حالاتشان بیان میکنه، سرنوشتشان بیان میکنه. منافقین کدام طایفه است؟ در مجلس پربرکت پیغمبر حاضر بودن، خوب موقع و چانس طلایی تعلیم و تربیه پیغمبر علیه السلام براش حاصل بود. شما فکر بکنید سخنی که از دهن من میبره و سخنی که از دهن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میبره، او الگو، او شخصیتی که قطعا معصوم است، او شخصیتی که یقینا داعی بر حق است، او شخصیتی که تاییدش توسط معجزه شده. آیا درس و تعلیم از او خیلی تاثیرگذار است یا از علمای دیگر؟ از پیغمبر علیه السلام. لیکن امی منافق بدبخت از امی مجلس پربرکت پیغمبر چی مانده؟ محروم مانده. چرا محروم مانده؟ امو سرمایه‌ای که الله برش داده بود کلش ضایع کرد. دو دلگی را شروع کرد، شیطنت شروع کرد، فکر میکرد من زرنگ هستم، هم دو طرف قدم مانده بود، هم این طرف قدم مانده بود. سری مسلمانان ریشخند میزد، میگفتن یا عقب مانده است و فکر میکرد که طایفه کامیاب نمیشه. چند نفری غلام در گرد یک پیغمبر جمع شده، یا دعوا داره که حجاز، سرزمین حجاز، عربستان در زیر تسلط و زیر مفکوره و عقیده خود بیاره. باز بعد زود تمه داره که فارس و رومیا را شکست بده. بله، کسی که عقیده به حقانیت نداشته باشه اینمی قسم برشان بسیار بعید معلوم میشه، ولی کسی که حقانیت عقیده داشته باشه امیال فکر میکنه کل جهان فتح است. ما یقین دارم اگر به کتاب الله و به حدیث پیغمبر مسلمانا به طور عمومی جنگ بزنه، نفاق او طور بگذاره، خود شافعی و حنفی و مالکی و نقشبندی و فلانی معرفی نکنه، خود مسلمان بگویه به یک کتاب الله و سنت رسول الله جنگ بزنه، دنیا مکمل فتح است. یقینا که ما الگو برای اسلام جور شیم در میدان عمل. من یقین دارم اگر ما مسلمان ها آنچه که اسلام از ما مطالبه داره عمل بکنیم، دنیای کفر در یک روز مسلمان میشه، در یک روز میبینه حالات ما را. لیکن با تاسف ما نمایندگی واقعی اسلام نتونستیم. چرا؟ خود نفهمیم، ماندیم سر اسلام و یکی تفرقه ها و نعوذ بالله دلبازی ها زیاد شد. از کجا پیدا شدی تفرقه ها؟ از کدام ناحیه؟ ریشه از کجا شروع شده؟ شما تاریخ ها را مطالعه بکنید. در هر جایی که مسلمان شکست خورده ببینی عامل اصلیش یهود است.
امو برنامه را یهود پیریزی کرده و امروز این امت مبتلا به اونمو گپا هسته. خب مردم ما را ملامت میکنه، ما میگیم نه بیای آن چیزی که ما را با هم جمع میسازه کدام چیز است؟ کتاب الله. ده هیچ کس نظام نداره، اختلاف هم نداره، خلاص بیای که جمع شویم. در جهان هر کس است، در هر نقطه که است، بس دو چیز است که ما را ذریعه نجات ما مقرر کرده الله. ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب الله و سنتی. پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم گفته یک راه را محکم بگیریم خلاص. خود نگذاشت ما را دشمن در هر تاریخ، در هر زمان، در هر مقطع ما را نگذاشت. ما را شکاری رقم اختلافات کرد، رقم تا اندازه که این اختلافاتی را در بین ما پیدا کرد. در یک حنفی علی ببینه، در یک مذهب حنفی دیوبندیستی، پنجپیریستی، بریلویستا بگوی رقم حالتا پیدا شد. هزار فرقی دیگر را ایجاد کردن برای ما. این مشکلات ماست. نه، ما نیروهای خود منسجم میکنیم، از این نیرو استفاده میکنیم. نعوذ بالله ایتو نشویم که این سرمایه ما نعوذ بالله در بیراهه مصرف شوه و سبب زیان و تاوان ما شوه. منافقین واره اینطور موقع و چانس اطلاعی برش میاثر، ولی آخرم نه در دنیا که کدام آمال و آرزو داشت به سر رسید و خو میخواستن که مسلمان ها شکست میخوره، کفار نعوذ بالله کامیاب میشه. مسلمان ها را الله غالب و کامیاب کرد، کفار را شکست داد، در او آرزوم نرسیدن. کدام نجاتی که توسط عقیده صحیح برشان حاصل در آخرت میشد، او رام چی کردن؟ از دست دادن. این میره مردم میگه در بدر خاک بسر، که اصلی سرمایه را هم از بین برده و فایده خوب بیازو از بین رفته. قرآن میگه اولئک الذین ایونمو مردمایی بودن اشتروا الضلالته، که خریدن گمراهی را بالهدی در مقابل هدایت. خریدن چرا میگه؟ هدایت داشتن، هدایت سرمایهشان بود در مقابل سرمایه خود که هدایت است. گمراهی را خریدن، یا خود پیش ایمان نداشتن که ایمان نداده باشه، کفر خریده باشه. بله، الله تبارک و تعالی برای از جای استعداد داده بود، قابلیت داده بود، عقل داده بود، پیغمبر روان کرده بود، قرآن روان کرده بود. زمینه حق پرستی و حق پذیری مکمل برشان بالکل مهیا بود. با مجرد هم یک بٹن زدن امی کلی سعادتمندی برشان حاصل میشد. لیکن این مردم همون بٹن نزدن، همون تکمه را نزدن. این از اونمو استعداد تعبیر به چی میشه؟ به هدایت میشه. این هدایت خود از دست دادن و در مقابل چی را گرفتن؟ گمراهی را. شیطانی بکو، در هر مردم را بگی، با هندو شو، نعوذ بالله، با یهود شو، با نصارا شو، با مسلمان شو. امروز همین طور حالات نیست؟ نمیبینی؟ برای پول دنیا مردم ایمان خدا، ناموس خدا، غیرت خدا، همه گپا را به باد هوا داده. اینی مردمی هستند اگرچه در ظاهر فکر میکنن که ما زرنگ هستیم، ما خو از هر ناحیه استفاده کردیم، خود در حقیقت خود فریب داده، در بدر کرده خدا. الله از خاطر میگه فما ربحت تجارتهم، معامله از یا فایده نکرد. کدام معامله که یاد دست گرفته بودن هیچ دم فایده برشان نکرد. چرا نکرد؟ و ما کانوا مهتدین. فایده در تجارت کسی میکنه که راهیابی تجارت، قوانین تجارت، موسم تجارت بشناسه، معلومات داشته باشه، مهارت داشته باشه. از یک موقع و میدان کسی فایده میورداره که در اون مورد مهارت داشته باشه. دیقان اگه مهارت داشته باشه از زمین خود، از زراعت خود چی میکنه؟ بهره بگیره. میوه فروش اینمی طور است. میوه فروش میفهمه که در کدام موسم اینمی میوه را نگاه میکنم. امو سیب است، خود اولی سال چند روپیه است؟ سیری 100 روپیه است. اما بعد از مرور 5 ماه کی تکلیف کشیده در خانه خود برده ای را نگاه کرده سیب، پس میکشه سیری 800 روپیه سودا میکنه. در یک سیر 700 افغانی را کمایی میکنه. چرا؟ مهارت داره، موسمش هم میشناسه، طرز و طریقش هم میشناسه. الله تبارک و تعالی مؤمنا را بیدار میسازه. ای مؤمن ماهر باشی، مؤمن بیدار باشی. تو باید بدانی که وقتت چه ارزش داره. تو باید بیدار باشی که دستت برای چی آفریده شده، چشمت برای چی آفریده شده، گوش و اعضا. الله همو تو را خلق نکرده، در این دنیا آورده تا تو را مسئول ساخته. خب فکرت بگیری که پشت سر برات میاد خلیفه روی زمین هستی، نافذ کننده احکام الله تبارک و تعالی هستی. تو باید چه قسم زندگی داشته باشی؟
زندگی مثل حیوانات وری نعوذ بالله، بخور بنوش خواب بکو، هیچ چیزی دیگه ندانی؟ نه، اینطور باید نباشی. نکو، خود تبا نکو. از اینمی وسایل، از اینمی بخشش هایی که الله برات نصیب کرده در وجود خودت و در بیرون، استفاده درست از پیشش بگی. وقت است. یک مثال براتان میگم. اینمی صبحکی در این رمضان مبارک، این وقت یک وقت است. ما اینمی وقت الحمدلله طلایی ساختیم. چی ساختیم؟ در مسجد الله نشستیم، در جایی که عبادت الله میشه. خواب نکردیم، از جاهای دور به شوق و محبت قرآن آمدیم. شما بگوید دیگه تی کدام ساعت است و چه قسم ساعت است، چه ارزش داره؟ اما شخصی پیدا میشه که نماز صبح هم نخوانده، امیالی ملاق خورده رایسته، 10 بجه از خواب میخیزه، بعد از او میره روی خدا میشویه، بعد از او میگه وی در پس شوی هم بیدار نشده، من روزه را گرفته نمیتونم، پت در خانه داخل میشه، شروع میکنه به خوردن روزه. یک حیوان اینجا افضلیت داره یا این انسان؟ شما قضاوت و فیصله. حیوان وظیفه خدا از نعوذ بالله از امو خانگه کش میکشی، بار سرش بار میکنی، باری تو را میبره، لیکن این انسان حتی بار نبرد. این چه رقم انسان است؟ الله تبارک و تعالی ما مؤمنا را آگاه میکنه که مؤمنا یک قسم مسیر داشته باشه، یک قسم کل نیرویتان به یک هدف عالی باید مصرف شود. بزدل نباشه، دو راه نباشه، دو دل نباشه، بل همه مسیرتان مشخص باشه. از امی مواهبی که الله براتان داد استفاده کنید. منافقین جور نشوید نعوذ بالله. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال امی منافقین به مثل او مردمایی هستند که همراه باشه، همراه او شخصی که استوقد نارا در داده باشه آتش، فلما ضاءت ما حوله، هرگاه که روشن بسازه می آتش ما حول خدا، ذهب الله بنورهم، میبره الله امو نور آتش، و ترکهم میگذاره امی مردم را فی ظلمات در تاریکی ها، لا یبصرون، که دیده نمیتونه، بصیرت برشان حاصل نمیشه، به خاطر که منافق بسیار ضربی قوی به هر حرکت واقعی میرسانه. از او خاطر الله تنها به علایم اکتفا نکرد، در بیرون بر ما مثال میده. در بیرون به خاطر مثال میده که از کدام چیزی که صفتای منافق است مؤمن بسیار دور زندگی کنه، نزدیک نشوه. نزدیک مفسرین کرام در مورد این مثال دو نظر داره. یک تعداد از مفسرین میگه این مثال برای کفار مجاهر، ان الذين كفروا سواء علیهم است. الله دو مثال در اینجا بیان میکنه، یکی در مثلهم و یکی او کصیب من السماء. یکیش از برای کفار مجاهر است، دیگهش از منافقین است. در این صورت این آیت ترجمهش تی رقم میشه و چه قسم مثال است. اول مثال براتان میگم. مثال کفار مجاهر به مثل او مردمایی هستند که یک نفر رفیق خود در یک میدان بیابان در تاریکی بند مانده، شب آمده، تاریک شده، خطر و خوف اما چیزای درنده است، دشمن است که یار از بین ببره. لیکن یک نفر اینمی مجموعه میخیزه که آدم خیلی هوشیار، دلسوز، فعال آدم است، میخیزه چوبا را جمع میکنه، آتش در میده. دمی طور تاریکی که آتش در میده، اگر دیگه هیچ چیز نمیشه، ما حولشان خود دیده میشه یا نمیشه؟ چیزای حشرات و موزی خویاره ضرر رساندن نمیتونه. میتونه؟ خب امی رفیقای دیگهش چی لایق است برشان؟ امی رفیقای دیگه بخیزن آتشی که امی نفر در داده ای را گل کنه، از بین ببره، و این مردکرم تهدید کنه، مردکر لطو کوب کنه و بگویه که بد کار کردی. یعنی که یام بخیزه که آتش خویی در داده، سرما ضرور است که بریم یک چوب هر کدام ما دیگه هم اضافه کنیم که آتش ما تا صبح چی باشه؟ روشن و هیچ نوع ضرر متوجه ما نباشه. کدام رقم بکنه؟ شما بگوید. همراه ها باید چوبا را بیاره، معاونت تو کمک هم یک شخص بکنه و خیلی قدردانی بعد از این شخص بکنه، خیلی عزتمندی هم شخص بکنه. چرا؟ شخصی بود که به مردم در دشت و بیابان خیلی یخ، در دشت و بیابان خیلی تاریک آتش برش در داده. کسایی که یخی را تیر کرده قدر آتش را میفهمه. کسایی که در حالت قرار داره که جنگلدار است، که از هر طرف مار، گشتم، هر چیز آمده رایسته، در اونجا هیچ روشنی دیگه وجود نداره، آتش در بدی، اهمیت آتش برات معلوم میشه که چقدر آتش اهمیت داره. قرآن کریمی طور مثال ساده را بیان نمیکنه، مثال بیان میکنه که در قلب آدم نفوذ میکنه.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیق دلسوز است، غمخور است، فعال است، تلاش داره که به دیگران نفع برسانه. نفع این مردم که حالی در معرض گزیدن حشرات قرار داره، در تاریکی قرار داره، یخ یارا میکشه، از بین میبره، بعد یارا نجات بده، زحمت میکشه، با بسیار مشکل آتش در میده. لیکن این همراه مشرکین مکه، قومش قریش و سایر مشرکین بجای از اینکه قدردانی از پیغمبر بکنه میخیزه، نه تنها که چوبی دیگر را جمع کنه آتش زیاد بسازه، آتش هم گل میکنه، از بین میبره. پیغمبر تهدید میکنه، کردم اونطور یا نه؟ نمیگذارش، میگه از اینجا دیگه برای. پیغمبر خو گوگرد قطعی بود، روشنی قطعی کی بود؟ قطعی پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام حرکت کرد، رفت طرف مدینه منوره. امو روشنی که داشت تو را در مدینه برد، از او روشنی مردم مدینه استفاده کرد. خب این مشرکین در چی باقی ماندن؟ اونجا امو مسافرا، امو کشتی که در دشت و بیابان بود، واد تاریکی ماند، تاریکی شب، تاریکی باران، تاریکی چیسته ابر، اونمو طور باقی مانده بودن. اینمی قسم کفار مکه در رسم و رواج کمرشکن، در بیدینی، در نفاق، در شقاق، در نعوذ بالله بدبختی، پیغمبر رفت این مردم با سر اونمو عنعنات و رسم رواجایی که خیلی غلط بود دونمو باقی ماندن. قرآن امیر بر ما بازگو میکنه، خود درس بر ما میده. امی طور آدم دلسوز مردم قدرش نمیدانه، از امو خاطر است که مردم قدرش نمیدانه، الله مردم دیگری را پیدا میکنه، استقبال میکنه و از امو نور استفاده میکنه. از پیغمبر علیه السلام کدام مردم استفاده کرد؟ اهل مدینه که انصار نامیده شد. کارنامه ازوار قرآن قدم به قدم ذکر میکنه، الله که کدام عظمت و شرافت به او مردم داده دیگه. دعاهای نیکی پیغمبر، عزتمندی، شکومندی اسلام مردم مدینه به توسط مردم مدینه حاصل شده، ترقی اسلام توسط ازوا حاصل شده، مرکز اسلام در اونجا قرار گرفته. به دعوتگرا قرآن درس میده، ای دعوتگرا در بین قوم کار نمیتونی، یادتان باشه هیچ گپی دیگه که نباشه، گپی قومی وادار میسازه که گپیتان نپذیره. میگه بچی فلانیگه گالی سر ما رئیسی میکنه، ما گپی ازیره بپذیرم. هر جای مرا ببینه در قوم خود ما کار نتونستیم، در حالی که عمل کردی مرا مکمل کل به تمام معنا مرا میشناسه، بچه کیستم، چی کار دارم، چه قسم خاندان هستیم، کلگی ما را میشناسه، اما فایده نرسانده. این در کابل در کمپنی در مسجد چی شیخ محمدی آمده و در اونجا الحمدلله درس قرآن روان است، درس حدیث روان است. دعوتگر در جای خود کامیاب نمیشه، حتما سفر میکنه. لیکن دعوتگر یاد داشته باش قطعی تو چراغ است، هر جای که بری روشن است، مردم از او استفاده میکنه. تو اینطور نگو اگر در یک جای مردم منع کرد چراغی تا اینطور فکر نکن که دیگه گل شده، نه، حرکت بکن در جای دیگه در بده. اگر اونجا گل کردن در جای دیگه در بده، نشی آرام نشی. ای عالم، الله که کدام روشنی علم برات داده، اگر در یک منطقه قبول نکرد به ترجمه کسی گوش نگرفت، خیر است در منطقه دیگه برو ترجمه را شروع کن. خواد که یک دو نفر پیدا شد حقیقت پذیرفت و تو ادای مسئولیت کرده باشی در پیش الله. لیکن این را بهانه نکن که مردم گوش نمیگیره. امروز علمای ما را که سوال میکنه که چرا ترجمه نمیخونی، چی میگه؟ والا مردم گوش نمیگیره، چی کنیم؟ چرا گوش نمیگیره؟ شما مردم از کجا آمده؟ اهل همین مسجد هستی؟ از کدام منطقه های دور آمده؟ اگر عالم ما در مسجد خودی ما برای ما ترجمه بگه، چرا ما دور برم؟ اینقدر وقتی خود در موتر کرایه خود در موتر مصرف کنم؟ ها؟ مشکلی نمینجاست. نه، قرآن درس میده برای ما. حالی دیدیم که کفار که آشکارا کفر میکردن، پیغمبر یاری نکردن. امو شخصی که در بیابان آتش هدر داده بود، بجای از اینکه یاری بکنه آتششان نکشت، آتش از او را نگذاشت که امو طور داغ باشه، از بین بردشانه. مشرکین مکه همینطور کردن، پیغمبر واره شخصیت نگذاشتن که در مکه نورش چی شوه؟ منتشر شوه، او مردم بفهمانه که حقیقت چیست. از او خاطر صحابه کرام لذت اسلام میدانستن. لذت اسلام آدم کی میدانه؟ که یک مدت عمر نعوذ بالله در زیر بار جاهلیت تیر کرده باشی، که روشنی اسلام برات موجود نباشه،
اونو وقت باز تو میدانی قدر اسلامه. قدر اسلام میدانستن. جعفر رضی الله عنه که وقتی اونجا پاچا طلب کرد شه، اما حقایقی که در زمان جاهلیت سرشان آمده بود و بعد از او از پیغمبر چیزی برشان رسیده بود و کلش بازگو کرد، بیان کرد که ما اینی طور قوم بودیم، زنده دخترها را زنده به گور میکردیم، به بت سجده میکردیم، جنگ جدل شعار ما بود، زن مظلوم بود، یتیم مظلوم بود، در بدری بود. لیکن با آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما از این ظلم ها و تاریکی ها چی کردیم؟ نجات پیدا کردیم. کاش که همینطور قدر بعضی بدانه. امروز عالم 18 سال 20 سال 15 سال 10 سال خود گم میکنه. تو یک روپه حتی اولش هم پرسان نمیکنی از پدرش که بچه در کجاست، کجا درس میخونه، زنده است یا مرده. و تمام آرزو و نیت خوب برای قوم خود که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، آیت قرآن است که قوم خود اول انذار بکنه، بیم بده وقتی که باز بگرده. لیکن قوم بجای از که از پیش چیزی هم نمیطلبه، اما چیزایی که ملاهای دیگه میطلبه او را هم از پیشت نمیطلبه، لیکن بازم قوم در مقابلش میخیزه یا نمیخیزه، تا پس سرش میزنه، از قریه میکششه. او تاریخ یک تاریخ است، هیچ کدام. او هم دعوتگر بود، ای هم دعوتگر است. او را هم به خاطر دعوتش مردم از قریه کشیده، به خاطر از این نکشیده که بچه فلانی است، در قوم فلانی است، اینی رقم هویت و شخصیت داره. به خاطر کدام دعوتی که داده، کدام سخنی که گفته در زبان، مردم دشمنیش اعلان کرده و او را کشیده. امروز ما تو را اینمی قسم است. الله رحم بکنه. این مسلمانای امروز ما واخو کافر بود، الله کافر معرفی کرده شه. امروز مسلمان عمل کافر انجام میده، دعوتگری حق نمیگذاره، از قریه خود چی میکنه؟ میکشه. تهمت ها را سرش بسته میکنه. با پیغمبر تهمت بسته نکردن، شاعر، مجنون، کاهن، ساحر، صابی برش نگفتن. قوم مسلمانی ما امروز بعد عالم حق اینمی تهمت ها را میچسبانه. از او خاطر قرآن ما و شما را بیدار میسازه که اینی طور حالت هاست. در این صورت اینا تطبیق مثال چطور میشه؟ مثال همی کفار مشرکین، کفار مکه، مشرکین مکه، که مثل الذی بمثل همراهان او شخصی است. اینجا که مثل الذی بمثل همراهان او شخصی است، استوقد نارا که او شخص آتش در داده، فلما اضاءت ما حوله، هرگاه که روشن کرد امی آتش ما حول ازیره، ذهب الله بنورهم. چی مانا؟ اراده کردن همراهان همون شخص. اینجا عبارت چیز پنهان است. اراده کردن همراهان همون شخص که بکشن امی آتشی رفیقی خدا، نگذاشتن که آتش در بگیره، خیستن آتش گل کردن. ذهب الله بنورهم، الله بردم روشنیشه. آتش که گل کنی چیش از بین میره؟ روشنیش از بین میره، خاکستر خو سیاهی خو مکمل باقی میمانه، تنها نور از بین میره. اینجا امی مشرکین مکه پیغمبر علیه السلام دعوت شروع کرد، حیثیت آتش داره، مردم از پیشش هر کس استفاده کرده میتونه، خدا گرم میتونه، روشنی میده. لیکن مردم خیستن، آتش گل کردن، خاکستر باقی من، سیاهی باقی من، نور چی شد؟ بگه رفت حرکت کت قتی پیغمبر. و ترکهم، گذاشت می همراه های می مسافره، فی ظلمات، در تاریکی ها، در دشت و بیابان، لا یبصرون، که حالی هیچ چیز نمیبینه، هیچ چیز نمیبینه. مشرکین مکه در تاریکی ها گذاشته شد، امو کفر، امو بدعت، امو جنگ جدل، امو نفاق، امو نعوذ بالله بیدینی، اونمو جاهلیت، اونمو چیستا نه حق قائل شدن به یتیما و بزنا، کلی از امو تور بود. فی ظلمات، اینی تاریکی ها بود، لا یبصرون، که نمیبینن رای حق، پیدا نمیتونستن. چرا؟ خو نور یا کشیدن. الله میگه چرا؟ آلی یا خو حقیقتا تاریکی وجود نداره، مثل و مسافر واره که رفیقاش قطش آتش گل کرده. اینجا خو حقیقتا چیزی وجود نداره که یا الله میگه بله، یا روشنی را درک کرده میتونستن، به شرطی که از چشم خود، از گوش خود، از فکر خود کار میگرفتن، از زبان خود کار میگرفتن. اینمی ایزومیشان بود. ایزومی اونمو مسافر است که یا امو دعوت پیغمبر به گوش میشونیدن، به چشم میدیدن، آلی به زبان خود دعوت میدادن به دیگران، یا هم شاگردای امو نفری در دادنی آتش دور میشودن، حالا ایزوم جمع کده رایی میبودن. لیکن این مردم ها از این چیزا کار نگرفت. سمون بکمون، یا سمون یا کر هستن، بکمون گنگ هستن، عمیون کور هستن. حقیقتا خیایی طور نیست، کلشان چشم داره، زبان داره و گوش داره. چرا قرآن برش میگه
ایره الله تشبیه میده. این مردمایی که از گوش خود کار نگرفتن، سخنای خیلی مؤثر، خیلی بلیغ، خیلی فایده مندی پیغمبره با گوش شنیدن، لیکن یا گوش برش نگرفتن. خیلی گپای ارزشمند بود. یکی راهایی که پیغمبر ترسیم میکرد، نقشه میداد، بسیار رسا و زیبا و راست بود، لیکن این مردم ها چشمای خدا پشت گرفت، نمیدیدن. لایق بود که همی گپای فایدمندی پیغمبره این مردم توسط زبان خود به مردم دیگه هم تبلیغ میکرد، لیکن یا زبانای خود به مثل آدمی گنگواره بس بسته کردن. از او خاطر سمن هم که سم، یا به مثل کراستن، یا به مثل گنگ هستن، یا به مثل کور هستن. مثل که کور، گنگ و کر از اعضای خود هیچ نوع استفاده کردن نمیتونه، استفاده مفیده. اینمی کفار هم از اینمی اعضای خود استفاده نکردن. لایق بود که دعوت پیغمبر در گوشه گوشه جهان میرسانی. لایق همیطور بود. یک عالم حق پرست که در منطقه پیدا میشه، عقیده حق بیان میکنه، توحید برات معرفی میکنه، تو دیگه لاسپیکرش هستی. تو باید این سخن فرد ببری، اول در خانه خود تبلیغ کنی، در قارب خود تبلیغ کنی، در قوم خود تبلیغ بکنی. این مسئولیت است. ما نمو وقت مسئولیت خود ادا میکنیم که نمی اعضای خود یقینا از پیش استفاده بکنیم. این شما را میگه. شما را چطور میگه؟ شما این نمی گپای حق میشنوی، خب میشنوی، میبینی واقعیت در قرآن سعی میکنه که مولوی صاحب از بیرون نمیگه، از همین کتاب میگه. آلی یقین و تصدیقتان پیدا میشه. زبانتان باید گویا باشه، این حقایق به مردم بگوی. چطور شده میتونه در یک مجلس نشسته استی، مردم میگه مولوی متوکل چیسته ائمه مجتهدین دشنام داد. ریش سفیدا آمده بود مرا گفت که تو گفتی که امام شافعی غلط میگه، امام حنیفه غلط میگه، نعوذ بالله نعوذ بالله. ما گفتیم نه، او امامای مجتهد خود چی میکنی؟ مجرد عالم که علم داره و موافقی کتاب الله و سنت رسول الله سخن میگه، چیسته عینک چشمم است، نینیگه که چشمم است، دیدیم است، قابل قدرم است. زبانم بریده شوه که میتور نعوذ بالله گپی گستاخی را دشان اینطور ائمه بزرگ بزنم. کلا قطعا نه. ما شما را میگم که ائمه بزرگ چی توصیه داره، برای شما چی توصیه داره. شما را گفته، شما را بالله قسم امام ابو حنیفه رحمت الله شما را گفته که هر گپی که به نام حنفی تمام شد شما امور محکم بگیری ولو که خلاف صریح حدیث پیغمبر باشه. گفته میره؟ نگفته. او گفته نه، که در مقابل گپی ما، گپی مردمای دیگه نه که خود حنفی گفته و با حنفیت بسته کرده، که گپی من باشه که مخالف حدیث پیغمبر باشه، او را چی کنه؟ ترک کنه و کی را با کم بگیره؟ خب افسوس است که این حقیقت ها را کسی درک بکنه. این تبلیغات نکنه. ملا صاحبای ما، مولای صاحبای ما، اوتر علمایی که خود یک چیز میگه، چی میگه؟ در درس قرآن و ترجمه و در درس حدیث میگه، ولی یک نفر پیدا شده دخترها قطش درس میخوانه، بچه ها قطش درس میخوانه، بسیار بتنگ هستیم از یا. چرا بتنگ هستیم؟ ما چی کردیم؟ ما شما را چی کردیم؟ چرا بتنگ هستیم؟ الله اکبر. الله رحم بکنه، نکنیم اینطور. صمون بکمون عمیان، یا به مثل کراستن، به مثل گنگ هستن، به مثل کوراستن، نه به گوش خود گپ حق شنیدن و نه به چشم دیدن عملی برنامه عملی از یاره و نه به زبان خود حقایق همی گپه به پیش مردم بیان کردن. ما مسئولیت داریم که بیان کنیم. ما مسئولیت داریم که بیا که مردم چیزی گپه برات گفت، چیزی گپه برات گفت دیگه بیا یک دفعه برنامه را پیریزی بکن، با چشم سر بیبی که اینجا چی خوانده میشه، با چی دعوت داده میشه. مرکز عبدالله اعظام مردم میگه اینجا یهودیت و نصرانیت میگه دعوت داده میشه. نعوذ بالله. عالمی گپه میزنه. یک ریش سفید، یک حاجی صاحب برام قصه کرد، گفتم مسجد رفتم که یک ریش سفید خیسته تقریر داره. تقریر این قدر با احساسات و جذبات تقریر کرد، نزدیکی کمپانی ما دیگه تقریبا. گفت من اینطور فکر کردم که امی مردم امیالی یک دم امیالی میخیزه و سری تو حمله میکنم یا در مسجد تو. بسیار گفت من خفه بودم، بسیار خفه، این قدر خفه که این مردکه خود دروغ میگه، خود مردم خود سری احساسات میاره. گفتم تو نام تو را میگرفت که اینی طور پیدا شده که شما غیرت نداره که این طور است. گفت الحمدلله که تا میگه پای ازی خلاص شد، یک نفرم هیچ احساساتش تحریک نشد. خب خیر، بعد از مسجد برآمدم، من متصل امی آدمی که تقریر کرد برآمدم.
برش گفتم که تو گپا را گفتی امی مولیس متوکل دیده یا نه؟ گفت نه. گفتم گپایش شنیدی؟ گفت نه. خیلی تو خوی گپا را گفتی؟ گفت مردم میگه. باز ما گفت از دستش گرفتم، برش گفتم که حاجی صاحب یک وقت من در مقابل مولی متوکل اینمی رقم بودم، بعدم می آمد که هیچ پرسان نکو. خو یک روز تیر می شدم در پالی مسجدش ترجمه شروع بود. اما رفتم قرار دمو ترجمه نشستم. وقتی که نشستم گپای مردم برام واضح شد که مردم چی گفته بود و حقیقت چی بود. در اینجا آل فعلا حاجی صاحب من شاگرد خصوصیش هستم. هر خفتن نماز اموجا میخوانم، ترجمه را اموجا میکنم، درس حدیث امونجا میخوانم. تو میگه بعد از تو حالا مردم خو خیلی بد میگه. ما گفتم مردم خو میگه خود تو علی الله برات گوش داده، الله برات چشم داده، الله برات قوه فکر داده. تو خود برو گوش بگی، خود برو برنامه عملی را ببی و بعد از او در مورد برنامه فکر بکو. فکر بعد از او زبانی تا در حرکت بیار که چه رقم حرکت داری. در مقابل دعوت پیغمبر مشرکین مکه از سه عضو برجسته ای که الله به انسان داده استفاده درست نکردن. از او خاطر الله میفرما فهم لا یرجعون. اسباب استفاده، اسبابی که سبب هدایت انسان میشه، این مردم از پیش استفاده نکردن. اسباب هدایت کدام است؟ همین سه عضو است. و زبان است که بگویی حقه، چشم است که راه حقه ببینی، گوش است که حقه بشنوی. او کصیب من السماء. خو این مثال مشرکین مکه. اگر مثال منافقین شود، مفسرین میگه منافقین دو طایفه بود. یکی منافقینی بود که قصد داشتن که ما همینطور میمانیم، تنها در زبان اظهار ایمان میکنیم اما در حقیقت ایمان نمیاریم. خو یک قسم منافقین دو دله بودن. وقتی که ترقی و پیشرفت مسلمانان را میدید، در دلشان یک کمی حرکت پیدا میشد که ایمان بیاریم. خب وقتی که در اسلام میگفت نماز بخوانی، زکات بده، روزه بگیره، میگفتی گپارا چی کنیم؟ پس کشی میکردن. الله دو مثال برای دو طایفه منافقین بیان کرده. این مثال منافقین است. خب مثال منافقین چی رقم است؟ با منافقین چی رقم مثال داره؟ اینجا باز اینطور میشه مثلهم مثل یمی منافقین که مثل لذی به مفرد است، به معنای جمع است. کمثل الذین، به مثل او کسانان میشه استوقد ناران که در داده بری خود آتش، در دشت و بیابان تاریکی قرار داره. این مردم ها فکر میکنه امی آتشک یاره از هر نوع مصیبت تکلیف از همه چیز خلاص میکنه. خب یک آتشک یاره خلاص میکنه از همه چیز؟ نه، امی ما حولش خدا میبینه، امی قدر فایده حاصل میکنه که گرد و پیش خدا میبینه. خب زمانی که آتش گل شوه یا پس دم تاریکی چیسته؟ منافقین هم یک کمک آتش در دادن، در زبان اظهاری چی کردن؟ یک کمکی ما حولشان روشن شد. چی رقم روشن شد؟ مردم ایرا در مالشان غرض نداره، در خودشان غرض نداره، خیشی و کسی قطش میکنه، در قبرستان مسلمان ها دفن میشه. خب لیکن امی ایمان برشان کفایت میکنه؟ اما تکلیف ها را دفع میکنه؟ نه، اگر اینال نفاقشان معلوم شوه حالی یا موردی قتل قرار میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. یا هیچ که او تو نباشه مرگ کی سرشان بیا، امی ایمانشان در آخرت یارا نجات داده میتونه؟ از امو خاطر دو توجیه میکنیم. مثلهم مثال امی منافقین که مثل الذی، به مثل او شخصی است، الذی به معنای الذین است، به مثل او کسانانی است استوقد نارا که در داده باشه برای خود آتش. فلما اضاءت، هرگاه که روشن کد آتش ما حوله، گرد و بری امی خدا، چار اطراف خود روشن کد، این امی قدر فایده را گرفت. خب بعد از او چی شد؟ آتش خو کم بود یا خود در دل ایمان ناورده بودی، ایمان زبانی بود. ذهب الله بنورهم، الله روشنی از یارا برد. امی ایمان ظاهری که در زبان اظهار کرده بودن این از بین برد. چی مانا؟ آیت نازل شد، منافقین مشخص شد که یا منافق است. حالی دیگه امو امن برش باقی میمانه؟ امو عزت برشان باقی میمانه؟ نمیمانه. خیر چی شد؟ یا و ترکهم فی ظلمات، حالی در تاریکی ها گذاشت مانده شدن. در تاریکی ها چی مانا؟ هر لحظه خطر داره. حالی میگه که این حال مسلمان ها سر معامله میکنه، حالی ما را قتل میکنه، حالی مال ما را غنیمت میگیره. اینی حالات سرش آمد. لا یبصرون، را گم کرده که حالی چی کنیم؟ چرا؟ اگر ایمان هم ظاهر کنیم که سر ما اعتبار نمیکنه. چرا؟ پیش هم ایمان چی کرده بودیم؟ ظاهر کرده بودیم. حالی ما اعتباری خدا، اعتماد خدا چی کردیم؟ از دست دادیم. دوم توجیه ذهب الله بنورهم،
هرگاه که آتش در داد، آتش یک کمکی بود، یعنی ایمان ظاهری و زبانیشان کمی بود. ذهب الله بنورهم، برد الله نوری از یاره، ایمانی از یار از بین برد. چرا؟ مرگ سری از یا آمد. حالی که مرگ آمد، بعد از مرگ کدام ایمان چی داره؟ ثمره داره؟ ایمانی که از عقیده، از دل باشه. و ترکهم، گذاشت می منافقین فی ظلمات، در تاریکی، تاریکی قبر، تاریکی نفاق، تاریکی شرک، تاریکی عذاب جهنم. لا یبصرون، که هیچ چیزی جدیده نمیتونه. این مثال اونمون منافقین بود که اراده ایمان آوردن نداشتن، فقط با ایمان ظاهری و زبانی خود یک چیزی مفاد گرفتن. مثل که یک نفر آتش در بده، گردکی خود میبینه یک کمک خود دیگه، آتش کلی تکالیف و مصیبت ها را دفع کرده نمیتونه. اینمی قسم ایمانی از یا کلی تکالیف و عذابای جهنم دفع نتونستن، در دنیا فایده گرفتن. او کصیب من السماء فیه، یا مثالی همی منافقین در مقابل قرآن کریم به مثل امو باران تیزی است، من السماء که از طرف آسمان میه، بالا میه، فیه که درو باران ظلمات تاریکی ها می باشه، و رعد می باشه، غرش آسمان، و برق می باشه. یجعلون می گردان اصابعهم، انگشتای خدا، فی آذانهم دکوشای خود، من الصواعق از ترسی آوازای هیبتناک، حذر الموت از ترسی مرگ که من اموریم. منافقینی هستن که یا یک کمی پای بالا میکردن، میگفتن که ما ایمان میاریم، ما ایمان میاریم، باز که میدیدن که حالات خیلی سخت است، باز پسکشی میکردن. الله تبارک و تعالی حالات از یار امرای قرآن کریم بیان میکنه. اول مثال قرآن است. قرآن به مثل باران تیزی است که از طرف بالا میاد، یعنی مثل که باران از طرف بالا میاد، قرآن از طرف بالا میاد. یک او تیز میاد. گسترش و انتشار قرآن کریم آنقدر سرعت داره که روز به روز قبول کننده قرآن کریم و پذیرفتنی قرآن کریم روز به روز اضافه شده میره، سرعت داره. مثل که باران زمینی خشک چی میکنه؟ زنده میکنه. دو رقم رنگارنگ چیست، سبزه ها و میوه ها و علف ها سبز میشه. قرآن کریم هم دلای مرده را چی میکنه؟ زنده میسازه. خب اولی در اینجا امی باران تیز که یک دم جهان زنده میکنه، یک دم گیاه ها و لالزارها اضافه میشه، زمین خشک یک دم تر و تازه میشه، چقدر فواید خیلی بزرگ داره. داره یا نداره؟ خب لیکن یک 3-4 نفر و 5 نفر در یک دشت و بیابان است و بیچاره در غم جان خود است و باران فایده هایش نظر نمیکنه که باران چقدر فایده به مخلوق دیگه میرسانه و در غم جان خود است و میگه نه باران نباشه. باران باشه؟ در دشت و بیابان است. چرا؟ کسی که در شب باشه، باز در دشت باشه، باز اونجا غار، کوز، چیست، سنگی گپا، خانه وجود نداره. هر لحظه کمی غرش آسمان میشه، میترسه که الماسک سر ما نبیه. چرا؟ قاعده است که الماسک در جایی میفته که جای دشت چی باشه؟ بلند باشه. یا چون که در دشت قرار داره، از یا که دیگه چیزی بلند وجود نداره، همیشه ترس داره. او از دستی که غرش آسمان میشه، امی مسافرین چی میکنه؟ بگه انگشتای خود در گوش میمانه. امی انگشت در گوش ماندن از او الماسک یاره نجات داده میتونه؟ نمیتونه. یا بیچاره فقط حال خود در نظر گرفته، باران بد میگه، خوش نداره که باران بیا، تیز بیا، سر و صدا نبیا. خوی قدر است که یک کمکی برقک میشه، چند قدم میره که باز برقک گم میشه، تاریکی است نه؟ جای به جای چی میشن؟ الله تبارک و تعالی حال منافقین به امرای حال اینمی مردمایی که در دشت بیابان که باران تیز آمده است، شب آمسته، مثل حال ازوا مشابه میسازه. چه رقم مشابه میسازه؟ منافقین این رسایی نمیکنه گسترش اسلامه که چقدر مفاد داره، نزول قرآن چقدر قلبا را زنده میکنه و چقدر فایده ها داره. یا فقط منافع خود در چی گرفته؟ در نظر گرفته که در خطر است. یا منافع خود در خطر میبینه. نزول قرآن، گسترش اسلام و پیشرفت و ترقی مسلمان ها را روز به روز لشکر مسلمان ها که زیاد میشه یا را بسیار سوختانده و چقانده. به مثل اونمو مسافر است. زمانی که آیات قرآن نازل میشه مثل که چیسته؟ به خاطر ازی نعوذ بالله که قرآن سریازیات تاثیر نکنه، انگشتار را در کجا میمانه؟
اونجا مسافر انگشتار را در گوش خود میمان به خاطر که غرش آسمان و سر و صدای بطناک یارا از او خود نجات بده و خود نجات داده میتونست؟ نه. امی مردم ها که انگشت در گوش گرفته حال پیشرفت ترقی اسلام مانی شده میتونه؟ نمیتونه. این اونمو مردمی است که با قرآن رابطه نداره، نعوذ بالله. تلاش دارن که قرآن نشنوه. در یک مسجد تقریر جمعه میکردم، یک گاجی بود، ریش سفید است، حالی هم است، نامش نمیگیرم، نام مسجدم. آمد که دمی روش دمی دروازه دمه خورد، پس در خورد، اینی طور کرد انگشتای خودم میدوید. من در لاسپیکر گفتم یکی آمد حالی دیگه الله بکنه که در گوشش گپی من نرسه، فکر میکنه که همی گوشی من چی گپی من همی گوشش برسه، گپ خلاص است. این مردم دشمنای قرآن است، یا قرآن نمیشنوه. الله تبارک و تعالی حالات منافقین برای ما بیان میکنه. خو امروز در جامعه مسلمان ها همینطور مردم وجود داره. شما باور به الله بکنید که در ترجمه قرآن کریم چی میکنه؟ بگه گوشه خدا بند میکنه. کلکین بند کردن و بسته کردن دروازه در خانه ها این خو امری چی است؟ برملا است. اصلا در جایی که ترجمه قرآن میشه کسی که با قرآن آشنایی نداره بسته میکنه کلکینای خدا که آواز نشنوه. الله حالات منافقین اینمی قسم بیان میکنه. الله میفرمه آلی در اینجا دمو باران خو قرآن است، خود او تاریکی هاست. باران در وقتی آمده که تاریکی وجود داره او در اونجا چی هسته؟ مردم تر میشه، مثل که اینمی تر میشه. قرآن میایه تاریکی به نزد منافقین تاریکی اینجا چی هسته؟ امو آیت هایی که یار صفاتی از یار بیان میکنه او چی هست؟ تاریکیست برای از یار. و وقتی که امو صفات دیا پیدا میشه که حراس داره که ما برملا نشیم، اونمو چی است؟ غرش آسمان که قرصص میکنه. او یا حراس داره که نمیوریم، اینجا حراس داره که ما برملا و افشا نشویم. خب برقه کدام است که یک چند قدم یا میروه در اسلام که خبری امن داده میشه، مسلمان ها که کامیاب میشه غنیمت میگیره، یا رئیسه میده یا نمیده؟ میده. چرا؟ به خاطر که اظهار اسلام خو کرده. این به مثل اونمو برقه کاسته برشان. خب او چیسته دیگه؟ وقتی که تیز میاد امی باران از طرف بالا تیز میاد، پیشرفت و ترقی مسلمان ها به مثل باران تیز است که فراگیر است. بغندی را فرا گرفتم، زمین چی را پخشه، کلش فرا گرفته. اسلام هم الحمدلله ترقیش چیسته؟ بگه عام بوده، کل جا فرا گرفته بود. مثال منافقین در برابر قرآن کریم الله اینی طور بیان میکنه. او کصیب من السماء، یا مثال اینمی منافقین در برابر قرآن کریم کصیب به مثل باران تیز است من السماء از طرف بالا، که مثل قرآن هم از طرف بالا میاد، باران تیز هم از بالا میاد. فیه ظلمات که در اونمو باران تاریکی ها می باشه، و رعد آواز غرش آسمان می باشه، و برق می باشه. یجعلون اصابعهم که می گردانه اینمی مسافرا انگشتای خود فیازانیم در گوشای خود من الصواعق از ترس آواز هیبتناک، حذر الموت از ترس مرگ که نموریم. اینمی قسم منافقین در برابر قرآن کریم زمانی که آیات کوبنده می آید یا انگشتای خود در گوشای خود میگیره، میترسن که ما با ما افشا شیم و صبا و روز مورد حمله و قتل مسلمان ها قرار نگیریم. خو لیکن الله چی میگه؟ مثل که مسافرها خود نجات داده نمیتونه. چرا؟ او طور باران تیز است، جای پناه وجود نداره. خو اینمی قسم منافقین هم جای پناه وجود نداره بجز از ایمان. چرا که الله میگه والله محیط بالکافرین، الله احاطه کرده بر کفار، کسایی که کافر هستند. چطور از الله خدا خلاص کنه؟ اون جامو مسافر از باران خدا خلاص میتونید؟ نه، ترکت شانه واره دونمونجا گیر آورد. اینمی قسم کفار از الله خدا خلاص کرده میتونه. چرا؟ در خانه ایمان پناه نبردن که از این مکمل نجات پیدا میکردن. در نظر میگرفتن که این باران رحمت است. این باران اگر برمه تاوان است، خب میلیون ها مردم دیگه چی است؟ آب حیات است. یکاد البرق یخطف ابصارهم، آلی الله تبارک و تعالی اتمام این مثال، پورا کردن این مثال به این سیستم میکنه. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب بود که نمی برق یخطف بربایا از بین ببره ابصارهم نظرای از یاره. مثل که مسافرها امو درخشش قدر تیز بود که نظرای از یاره ختم بکنه. اینجا چطور است؟ اینجا چیست؟ آیاتای کوبنده جهاد و همچنان فتوحات مسلمان ها به مثل چی است؟ اونمو برق نظرهای از یاره چی بکنه؟ خیره می سازه، مثل که از بین ببرشانه.
چرا؟ یا بسیار حراس داشتن و بسیار خفه می شدن که مسلمان ها کامیاب شدن. کلما ضاء لهم، هرگاه که روشن میکنه می برق برای از یا مشوفی یک چند قدم دو میره، یا که می دیدن که الا مسلمان ها در ترقی است، باز یک دفعه اقدام میکردن که ما ایمان بیاریم. مستی که مسافرها چند قدم میرفتن، منافق هم یکم اقدام میکرد. و اذا ظلم علیهم قاموا، وقتی که سری و مسافرات تاریکی میشد قرار استاد میشد اینجا، وقتی که میدیدن که اسلام ما را جهاد دعوت میده، ما را به زکات به روزه، در این ماه اسد روزه را بگی از صبح تا بیگاره، این باز چی میشدن؟ بگوید دل بسته نمیکردن به ایمان. ولو شاء الله، اگر الله میخواست، لذهب بسمعهم و ابصارهم، آن چیزی که سبب شنواییشان است، ذریعه شنوایی، قوت شنواییشان است و قوت بیناییشان است، الله اگر میخواست او را مکمل از بین میبرد. الله هیچ جمعی حالت سرشان نمی آورد. حالی هم الله میتونه که مردم کل گیره هیچ حالت نفاق نبیه، لیکن الله حکیم ذات است، امتحان میکنه. ان الله على كل شيء قدیر، یقینا الله بالای تمام چیزا قدرت داره، هر کاری که الله بخواه میتونه. پس میتونه که منافق مسلمان بگردانه، همین هلاک کنه، لیکن این میدان چیست؟ امتحان و آزمایش است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد از ذکر سه طایفه که در مقابل قرآن پیدا شدن، یک طایفه متقین بود، قرآن قبول کردن، از همی قرآن راه تقوا را در پیش گرفتن، زندگی تقوا را اختیار کردن. نتیجه الله بیان کرد اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم دوم طایفه در مقابل قرآن امو مردمایی بودن که قرآن بنگی برالا آشکارا نپذیرفتن، از روی عناد و ضد میفهمیدن که قرآن کتابی واقعیت است، خو لیکن ضد یارا فرا گرفته بود. سوم مردمایی بزدل بودن که وا جرأت نداشتن که اظهار عقیده خدا بکنه، گاهی دو طرف گاهی دی طرف، یا اینطور فکر میکردن که ما در دخورق قرار بگیریم، اگر وا کامیاب شد اگر یا کامیاب شد. امی قسم بود. الله تبارک و تعالی بعد از ذکر سه طایفه دعوت میده به کل طایفه، به متقین هم دعوت میده، به کفار مجاهر هم دعوت میده، به منافقین هم دعوت میده. به متقین دعوت میده یا ایها الناس، ای مردم ای متقین، اعبدوا ربکم، ما کم شوی سر عبادت پروردگاریتان. مردم که اعتراض انتقاد نامه و لقبا برتان میده، شما حراس نکنید، امیر را پیش بگیره، محکم بگیره. یهود نصارا رقم اعتراضا شبهات چیست خواهشات پیدا میشه، خود شما امیرا را محکم بگیره. اینجا اعبدو برای از یا برای بمانای چی هستا؟ ثبتو علی العبادت، سر عبادت ثابت قدم بمانه، از یک پروردگاریتان، از کسی دیگر نه، که اصل دین است. دوم مانا با کفار مجاهر میگه یا ایها الناس، کفار اعبدو ربکم، بیا رب خو قبول داره، توحید ربوبیت قبول داره، توحید الوهیت هم قبول کنه. الله را رب میدانه، مالک متصرف کارساز میدانه، خو ایران بدانه که عبادت مخصوصی کی بسازه؟ اعبدوا ربکم، از یک پروردگارتان شما عبادت کنه. از همین خاطر است که ابن عباس رضی الله عنهما میفرما، رئیس المفسرین، اعبدوا به معنای وحدوا ربکم، شما پروردگار عبادت میکنی، خو امرای شرک بتارم قطش مستحق عبادت میشماره، این کارا نکنی. سوم یا ایها الناس، ای منافقین بزدلا، اعبدوا ربکم، از روی یقین و دلتان، از صمیم قلبتان عبادت پروردگارتان بکنه، تنها به زبان کفایت نمیکنه. بی شما یا ایها الناس خطاب چیست؟ عام است، به کل بشریت است. قرآن کتاب یک قوم نیست، منطقه نیست، به کل انسان ها تا روز قیامت. یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، اینی را میگه مقصد قرآن. تعریف قرآن شد، ذالک الکتاب لا ریب فیه، مقصد قرآن چی؟ هدف قرآن بیان شد، هدی للمتقین. صحیح است؟ مردمایی که مخاطبین قرآن بودن سه طایفه را بیان کرد. عالی، قرآن به هدف هدایت آمده بود، خو اول مقصد هدایت توسط چی حاصل میشه؟ کسی که میخواه متقی جور شوه، کسی که میخواه که در راه هدایت روان شوه، اول قدمش عبادت پروردگار است، توحید الوهیت است، الله را مستحق عبادت دانستن، کسی دیگر را به امرای الله شریک نساختن. اعبدوا ربکم، عبادت پروردگارتان بکنی. دمی ربکم برد اشاره میکنه، ای انسان
امو ذات تو پرستش کو، او را عبادت برش خاص بساز. ربکم کی تربیتی تو را کرده، در این مقام و منزلت تو را رسانیده، او روز به روز درجه به درجه تو را در مقام میرسانه. ربکم همو ذاتی که تو را تربیت کرده. ربکم عبادت مالک و متصرفی تبکو. رب چی مانا؟ مالک و متصرف. ربکم مصلح و مدبری تا عبادت کو. بس دمینجا دلیل برات پیش میکنه که عبادت از یک الله است. چرا؟ مالکی توست، متصرفی تو، تربیت او میکنه، مصلح توست، تدبیری تو میکنه. چرا علی عبادت نعوذ بالله بغیر الله میکنی، دیگران را شریک میکنی؟ علی دلیل برات تیر میکنه. اوی دلیل هم نعمت است، هم دلیل است. نعمت به خاطری که تو شکرگزاری الله را بکنی که الله اینقدر احسان سر ما کرده، مرا چی شده که الله را بگذارم به کسی دیگه نعوذ بالله عبادت شروع کنم. او دلیل هم است. آیا غیر از الله به کسی که سر تعظیم پایین میکنی یا او را در عبادت شریک میدانی، تو را پیدا کرده؟ پدر و مادری تا پیدا کرده؟ کلا قطعا نکرده. الذی خلقکم، ذاتی که شما را پیدا کرده، نعمت وجود برای شما داده نبوده، الله داد. ما که پیدا میشیدیم کی ما را پیدا کرده؟ پیغمبر، ملک، ولی، انسان، جن. کی هسته؟ کسی دعا را میتونه؟ خب مردم ما میگن نه، نطفه را خو الله تبارک و تعالی به جنین تبدیل کرد در شکم مادر و بعد از اون مراحل در اونجا طی کرد. خب لیکن در جنین بودنش باز بند آقا صاحبام کار کرد. اگر آقا صاحب بند نمیداد، این طفل در زنده باقی، چرا که کودک سبیان داره. ای زن امی سبیان داره یا کودک سبیان؟ شما در یک حدیث پیدا کنی که پیغمبر علیه السلام گفته باشه کودک سبیان است. بازی بدبختا چی میگه؟ میگه سبیان کی هست؟ ای اولادی کیسته؟ کنیزا یا فرعون است؟ کیسته؟ چی واهیات یا بیان میکنه؟ این مردم مسلمانی ما را چطور فریب داده رایسته؟ خیلی خوب، بیا درکم. من دیگه دلیلم برات نمیگم، تنها همین دلیل میگم. در افغانستان خو آقا صاحب به جنین بند بسته کرد که او جنین ام سبیان کودک سبیان نگرفت. به چینایا کی بسته کرد؟ به آلمانیا کی بسته کرد؟ به هندوستانیا کی بسته کرد؟ به امریکایا کی بسته کرد که او زنده تولد میشه؟ عقل در کار بگیریم. چی در بدری هاست؟ همینطور بود یا نبود؟ اگر آقا نباشه در قبرش تاره چند قسم تاره؟ 7 قسم تاره است یا چند؟ برابری قدی چی در اونجا بسته میکنه، واز میکنه، پس میاره در کمری زن بسته میکنه که طفل سقط نشوه، نفته. این عقیده کفر است یا عقیده اسلام؟ شما بگوید. رب کیست؟ خالق کیست؟ ما را در هر درجه در هر عمر که میرسانه کی میرسانه؟ الله اکبر. خیر چرا اینطور هستیم؟ چرا از قرآن بیگانه شدیم؟ چرا از قرآن دور شدیم؟ قرآن برای ما چی میگه؟ الذی هم ذاتی که خلقکم، شما را پیدا کرده، نعمت وجود براتان بخشیده، والذین من قبلکم، در ذهنتان میگرده که نه ما خو از پدر و مادر تولد شدیم. الله برات میگه پدر و مادری دست کی پیدا شده؟ کی پیدا کرده شه؟ او ذاتی که پدر و مادری تو هم پیدا کرده. خب چرا عبادت الله را بکنی؟ الله برای ما نیاز داره؟ حاجت داره؟ نداره. الله کی کدام فرمان میده برای مصلحت توست، برای حفاظت خودت است، فایده خودت است. لعلکم تتقون، شاید که شما متقی جور شوی. عبادت الله ذریعه تقواست. هر کس که عبادت الله را نمیکنه، عبادت یک الله را قطعی از او شرک میکنه، او متقی شده میتونه؟ او که متقی نشه و ولی شده میتونه؟ پس کسایی که دعوای ولایت داره و کلی کارای شرک است، او ولی شده میتونه؟ امروز خب مردم ولی کی را میگه که کارای شرک میکنه. مردم دعوت میده، میگه چی کو؟ در وقت ذکر چهره مرا در نظر بگی، برای ما سجده بکو، پس که حرکت میکنی پس کوی از پیش ما حرکت کو، او از جای دورم صدا کو برای ما. دیگه چی بگو؟ اینطور مردم ولی شده میتونه؟ باز خیر که ولی نشه و کامل و مکمل است. هم خودش کامل است، هم دیگران را در کمال، در درجه کمال میرسانه. در یک حدیث پیغمبر برای پیغمبر همین صفت آمده که گفته باشه کامل است یا مکمل است. کامل و مکمل الله تبارک و تعالی. انسان که هر رقم انسان باشه کامل است، تا که در جنت داخل نشده خوی چیست نقصان داره دیگه. عجیب است. خود شما ببینید که در ناتا و در کتابا چقدر همی گپا نوشته شده
از امو خاطر است درود تاج ما میگیم ای بدعت است که کسی میخونه. در اونجا پیغمبر چی صفت ذکر کرده؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، دفع کننده بلا و وبا و ایگپاس. اگرچه یک معنای از این صحیح است، با آمدن پیغمبر علیه السلام این امور الله چی کرد؟ از بین برد. پیغمبر آمدنش ذریعه شد یا نه؟ ذریعه خواست، خودش دور کرده میتونه؟ او قاعده و قانون در اسلام است که هر کلمه که موهم دو معنا باشه، دارنده دو معنا باشه، یک معنا درست یک معنا نادرست، او کلمه استعمالش درست است یا نادرست است؟ نادرست است، به خاطر که موهم معنای کیست؟ غلط معنا در او میآید. از او خاطر این طور درود گفتن درست نیست. حالی که برای مردم میگی وی درود چطور نگویم؟ درود خو میگی صفت پیغمبر به الله، صفت الله را به پیغمبر ثابت کردی. مثل قصیده برده میطور شعرها داره. خو قصیده برده را میشناسی؟ یک کتاب از کسی جور کرده، میگه من که را جور کردم، پیغمبر را در خو دیدم که یک دانه چپن برام داد. دوی قدر سندا جور کرده که کسی را یک دفعه بخونه خلاص هستی دیگه جهنم ماده و چشمام نمیبینی، برو دیگه. از کجا این سند آمد؟ وحی خو بند شده. این از کجا ثابت میشه که تو در جنت میری در دوزخ نمیری؟ اینطور واهیات است. الله رحم بکنه. کسی که با قرآن رابطه نداشته باشه در وادی هلاکت میفته دیگه، میبرشه، هر کس هر طرف میگریزانشه. قرآن کریم بر ما میگه لعلکم تتقون، به خاطری که شما تقوا را حاصل کنید توسط یک عبادت کردن الله تبارک و تعالی. یعنی کل عبادت هایتان که برای الله خاص کنی، نظر به نام الله، دعا از الله خواسته شوه، طواف به جایی که الله فرمان داده، نمازا برای الله شوه، زکات برای الله شوه، روزه برای الله شوه، تلاوت قرآن برای الله شوه، حج برای الله شوه، در این هیچ کسی شریک نشوه، اون وقت تقوا حاصل میشه. اوی تقوا هم در دنیا تو را نگاه میکنه، هم در آخرت. در دنیا از واقع شدن در گناهات تو را نگاه میکنه. چرا؟ انگیزه است، یک قوت است درونی، تو را نمیمانه که در گناه واقع شوی. او در آخرت از عذاب. الذي جعل لكم الارض، دیگه نعمت را برات پیش میکنه. ایرا دلایل میگه، دلایل چی؟ بیرونی، آفاقی. او دلایل چی بود؟ انفوسی، در جانت بود. تو را پیدا کرده. انسان اگر انسان فقط دمی وجود خود نظر بکنه که الله تو را پیدا کرده، بالکل درک میکنه، دیگر راه برش پیدا نمیشه. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، در اونجا این گپ براتون میگم ان شاء الله. که انسان در وجود خود نظر بکنه، بالکل دیگه اینطور بند میشه، وجدانش اجازه نمیده که قدم دیگه طرف بگذاره. این دلایل خارجی است. الذي ذاتی که جعل لكم الارض، پیدا الله کرد عالی برای بقای تو، تربیت تو. الله در بیرون همه چیزا را پیدا کرده برای استفاده تو. زمین، آسمان، آبی باران، چیزایی که توسط آبی باران از زمین میرویه، کلش در خدمت تو. تربیت تا کی میکنه؟ پیدا الله کرده، تربیت تا الله میکنه. بازم رجوعت به سوی کیسته؟ خیر چرا سجده را به دیگران میمانی؟ ها؟ الذي ذاتی که جعل لكم الارض، گردانیده برای شما زمین، فراشا، هموار، به مثل بستره واری که شما سرش چی میکنی؟ زندگی میکنی. الله زمین طور ساخته که قابلیت بدوباش است. بلندی رم برش داده، پخشی رم داده، خاکی نرم و خاکی سخت و سنگ و معدنیات و رقم کلش نیازای انسان چی میکنه؟ پورا میکنه. مانای فرشی نیست مثل فرش واره که بالکل هموار است، نه، قابل بدوباش و قابل زندگی گردانیده. و السماء، این زمین که مخلوق بزرگ الله است. ای انسان ارزشی تا بدانی، مسئولیتی تم بدانی، ارزشی تا بدانی که زمین مخلوق بزرگ الله، زیر پای توست، تو سرش حرکت میکنی، ای تابع توست. از این زمین تو رقم چیزا ساخته میتانی، گاهی زراعت دیش میکاری، گاهی خانه جور میکنی، گاهی سر از حرکت تو سفر میکنی، مکمل تابع توست. نمیگه قسم گندگی ها را در این زمین میپرتی، زمین صدا نمیکنه که من قبول ندارم. نه مرده تو را من زمین قبول میکنه. اینطور زمین است. تو میفهمی ارزش خدا، باز مسئولیت خدا در موردش. و السماء، پیدا گردانید الله آسمان بناء سقف، بام گردانید، بامی که تو را حفاظت میکنه. و السماء، مراد السماء اینجا مطلق بالا را میگه در لغت عربی. از همون خاطر فضا را هم گفته میتونیم، فضایی که در بین زمین و آسمان واقعی حقیقی قرار داره و خود آسمان حقیقی را اینجا گرفته میتونیم. راجح ترین قول تقریبا سما مراد از پیشش فضاست. فضا
بگوی چیزی که از ما و شما بالاست، این چقدر دبلی داره، زخامت داره، چقدر کیلومتر است، چه کیفیت ها را الله در این فضا پیدا کرده، چه قسم کیفیت داره. یک کیفیتی فضا طوری است که الله تبارک و تعالی در این ماده ناری را گذاشته. ماده ناری یعنی آتشی. از طرفی بالا از سیاره ها که در حالت چکر هستند گردشا میکنه، سنگا از وا میفته میایه طرفی زمین. چرا؟ جاذبه زمین او را جذب میکنه. لیکن این فضای متراکم که در این قوه ناری است، امو سنگا را مکمل خاکستر میگردانه. گوی گوی یک الماسک میایه پایین در زمین که به مجردی در زمین میخوره، زمین یک دم حرکت میده، دل دل میسازه یا نمیسازه. اگر الله این فضا را سقف جور نمیکرد، انسان ها در زمین زندگی کرده میتونست؟ هر لحظه افتادن سنگ متصور بود از خانه خود بیرون. در خانه چی گیر میکنه؟ با او الماسکای با ما گیر میکنه؟ گیر نمیکنه، این جرم میزنه. الله برات گردانیده. انسان تو کی بودی؟ الله چه احسان بزرگی سرت کرده که آسمان هم در خدمت توست. بر علاوه که شعاع آفتاب، حرارت آفتاب گرفته. اگر این فضا نمی بود، آفتاب شعلهش مستقیم سری تو می آمد، ذوب میکرد یا نمیکرد؟ تو چطور زندگی میتونستی؟ این حیثیت بام داره. مثل که بام تو را از چیزایی که سرت میفته نمیفته، سر باران و از این گپا نگاه میکنه. فضا را الله می رقم گردانیده. و انزل من السماء، و روان کرده فرستاده از طرفی بالا ما ان آب. همین آب کی بالا میبره؟ حالا که بخار میشه، بحر بخار میکنه بالا، با زبر جور میشه. کی میکنه ایره؟ خلاص، کسی دیگری خود نیست. هر قدر قدم بیشتر بگذاری پشت سر میری، الله هست. فاخرج به، پس کشیده توسط نمی باران، من الثمرات، از میوه ها، رزقا لکم، بخاطر رزق تو، بخاطر رزق تو، برای خوراک تو. اینجا مراد از ثمرات هر چیزی آمدنی و تولیده بیگه، مطلق میوه را نمیگه. الله تبارک و تعالی چیزایی را که مورد ضرورت انسان است کشیده. او برای شما میتونیم ما یک سیب جور بکنیم؟ دنیا بزنه سیبای پلاستیکی خیلی زیبا زیبا، انگورا، خوشی انگوری پلاستیکی هست یا نه؟ خو انگور ساخته میتونه کسی؟ میتونه کسی؟ مولوی سید مصطفی نیست که ولی دلایل ساینسی را براتون تشریح کنه که ویتامین کی دی انداخته. خمار الله تبارک و تعالی در این آیاتای خود پشت سر دعوت میده که از یک زمین چند قسم درخت میرویه، هر درخت میوه علایده داره. یک موسم است، یک درخت است، یک آب خورده، یک کوده خورده و یک قسم هوا آمده، یک قسم آفتاب و مهتاب سرش خورده. لیکن چرا این رنگ ها متفاوت است؟ این لذت ها متفاوت است؟ این ساختمان ها متفاوت است؟ این برگا متفاوت است؟ میتونه کسی همی کارا را؟ ولی شریک است یا پیغمبر دی؟ ملک شریک است یا جن؟ هیچ کسی. از او خاطر الله میگه که ای مردکه، پیدام الله تو را کرد تمام مشکلات زندگی تا الله توسط زمین آسمان، توسط باران، گیاه ها، میوه ها، تولیدات کلش حل کرد. خیر وقتی که قدر احسانات الله کرده سری سجده را بکی بمانیم. فلا تجعلوا لله اندادا، نگردان بمرای الله شریک، همتا و برابر بمرای الله نسازه. کسی را صفت الوهیت بر ثابت نکنه. در وقت مشکلات آواز به کسی دیگر نده. طواف بجز از او جایی که الله براتان امر کرده در جای دیگه انجام نده. نظر بغیر از نام الله به کسی نام دیگه نکنه. و انتم تعلمون، خب میدانه که شریک به امرای الله جرم خیلی بزرگ است. بزرگ است یا نه؟ تو میگیری نعوذ بالله به الله مخلوق عاجزه که مخلوق است، محتاج است، قطع الله برابر که محتاج نیست. این امکان داره؟ از او خاطر الله براتان میگه فلا تجعلوا، نگردان لله برای الله تبارک و تعالی اندادن شریک برابر. اینجا مطلق شریک است. و انتم تعلمون، در حالی که شما خوب میدانه که الله شریک نداره. یک معنا، یا شما میدانه که شریک جور کردن با الله، با امرای الله جرم خیلی سنگین است. یقینا در بین گناه ها برابر شرک دیگه گناه وجود داره؟ قطعا وجود نداره. چرا؟ توحید الله امری است که باید هر انسان او را بشناسه، که هیچ دلیل نقلی هم نآمده باشه، عقل امیر درک کرده میتونه که با امرای الله کسی شریک نیست. این دعوت بود به سوی کی؟ عبادت. خو الله که ما را دعوت به عبادت داد، دلیل گفت یا نگفت؟ بگوی
دلیل گفت یا نگفت؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم. چرا عبادت پروردگار بکنیم؟ به خاطری که الذی خلقکم، به خاطری که شما را پیدا کرده، والذین من قبلکم. خود نگفت که والذین من بعدکم. چرا نگفتم من بعدکم؟ این امتی که مخاطب امی کلام الله تبارک و تعالی است، کدام امت است؟ آخری. دیگه امت میآید؟ نه. دیگه کتاب میآید؟ یکی از دلایل ختم نبوت امی آیت است که نبوت پیغمبر ختم شده. چرا؟ اگر دیگه می آمد اینجا والذین من بعدکم باید میگفت. اینجا گفته معلوم شد که پیغمبر کلی امتا تا روز قیامت کیست؟ تنها محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دلایل برای ما پیش کرد، هم دلیل ارضی را، هم سماوی را، هم فضایی را. این دلایل خارجی میگه، دلایل انفسی را برای ما پیش کرد. با این دلایل بازم تو سر سجده را به غیر الله میمانی. و این کنتم فی ریب، این موضوع اول قرآن که توحید است، بحث توحید شد. آلی موضوع دوم بحث رسالت است. رسالت تو صداقت قرآن متلازم است. یکیش که ثابت میشه دیگه ثابت شده است. معجزه پیغمبر که ثابت میشه، صداقت قرآن ثابت میشه، رسالت پیغمبر ثابت میشه. هر دوش متلازم است. آلی او را بیان میکنه. و این کنتم فی ریب، اگر شما هستی فی ریب در شک، در تردد، مما از آن چیزی که نزلنا ما فرستادیم علی عبدنا بالای بنده ما، که شما میگی کلام خودی همی پیغمبر علیه السلام است، کلام الله تبارک و تعالی نیست، شما در این مورد تردد داری که کلام بنده است. فاتو بصورت، بنده خوب مثل شما انسان است، شما بلکه از یا ای از پیغمبر کرده شما خوانده و نویسنده استی، این خوانده و نویسنده هم نیست. فاتو بصورت، بیار یک صورت کوچک من مثلی، به مثل قرآن کریم که همین قسم فصاحت بلاغت داشته باشه، این قسم مضامین و محتوای خیلی عالی داشته باشه، جاذب باشه، کشش داشته باشه. قرآن عجیب تأثیرات داره. همینطوری کلام شما جور کنینی آسان گپ. ودعو شهداءکم، طلب کنی امو نعوذ بالله شهداءکم، آلهه خدا، معبودایتان به گمان خودتان که شما میگی واجت رواها هستن، از وام امداد طلب بکنی من دون الله، بغیر از الله. ان کنتم صادقین، اگر شما یقینا راست میگی که این کلام پیغمبر است، کلام الله نیست. برای پیغمبر، هر پیغمبر ضرورت به معجزه داره. معجزه هر امر خارق العادت، خلاف عادت که دیگرها از آوردنش عاجز باشه، بغیر از پیغمبر دیگه کس آوردن نتونه، او را به نام معجزه یاد میکنه. معجزه یعنی عاجز کننده. کی را؟ دیگرها را، غیر از پیغمبر دیگر را کلش عاجز کرده، به مثل پیغمبر آوردن نمیتونه. در میدان که یک کسی لاف بزنه که من چی هستم؟ من پهلوان هستم، سری کلگی زور هستم، اونجا میبره پهلوانی میکنه، در میدان چپه میکنه، شه پهلوانیش ثابت میشه، دیگه هیچ کس هم نمیگه که نه تو پهلوان نیستی. گفته میتونه. چرا برشان تسلیم میشه؟ به خاطری که دیگرها عاجز شد. دیگرها چی شد؟ عاجز شد. پیغمبر که دعوا میکنه رسالت، الله تبارک و تعالی تایید رسالتش توسط معجزه میکنه. خو یادتان باشه معجزه ها فرق داره. معجزه در هر زمان مطابق همون زمان الله روان میکنه. در زمان عیسی علیه السلام طبابت بسیار اوج گرفته بود. اتر مرضا علاج میشد که بیخی آدم حیران میماند. الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام پیغمبر روان کرد، معجزیش از شق طبابت آورد. خو کلی مرضات تداوی میشد، کوری مادرزاد، مرضی چی؟ پیس و همچنان مرده را زنده کردن هیچ کس نمیتونست. میتونست؟ الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام اینمی معجزه را داد. مرده را زنده، شکل پرنده را جور میکرد، بعد از او به فرمان الله چی میشد؟ روح دو داخل میشد. مرض کسی که مادرزاد کور بود، به طریق معجزه الله تبارک و تعالی او را جور میکرد، مرض پیس جور میکرد. اینجا خب گوش تا نبگیره. در مورد معجزه عیسی علیه السلام که در هر جای میاد که ما کوری مادرزاد جور میکنم، به چیز؟ به اذن الله. فرمان کیست؟ معجزه به فرمان الله میباشه. معجزه پیغمبر است، الله جور میکنه. حالی که عیسی علیه السلام به اذن الله کوری مادرزاد بینا ساخت. حالی شده میتونه که عیسی علیه السلام الله شوه، حاجت روا شوه؟ شما بگوید چرا نمیشه؟ اگر عیسی علیه السلام حاجت روا بدانیم، باز نصارا را کافر و مشرک گفته. چرا عیسی علیه السلام هوا چی میدانه؟ حاجت روا میدانه. میدانه یا نمیدانه؟ او صراحتا توسط آیات قرآن
جور کردن کور ثابت است توسط از یا نیست؟ است. خو لیکن چون که به اختیار خودش نبود، به کی بود؟ به اذن الله بود. پس به دست عیسی علیه السلام کور بنا شده، لیکن عیسی علیه السلام حاجت روا جور نشده. خیلی تو مسلمان برو در یک قبر یک کور بنا شد، الله تبارک و تعالی همو صاحب قبر ولی باشه، الله کرامتش ظاهر میکنه، عزت برش میده. مانای ازیر داره که ولی حاجت روا میشوه؟ مشکل از او طلب شوه؟ کلا نداره. که این هم تسلیم کنیم که کور بنا شده. بازم خیر ضرور است که از او قبر طواف بکنیم، از او قبر بخوایم. خو امروز ملت مسلمانی ما چرا اینطور است؟ در روز نوروز 4 و 5 و هفته و 2 هفته طرف مزار موتر پیدا نمیشه، کرایه که بر 5 است. چرا؟ مردم در کجا میره؟ در جنده سخی میره. جنده سخی. او جنده کی است؟ جنده سخی نیست. سخی صاحب توری جنده را از بین میبرد. سخی صاحب علی رضی الله عنه پیغمبر مامور ساخته بود چه؟ که برو در هر جای که قبر از یک بلس بلند میدیدی او را محو کن، از بین ببر. در هر جای که صلیب دیدی او را چیش کن؟ میده بکن. مجسمه را دیدی او را میده بکن. در زمان پیغمبر بیرق نمیدیدی سری قبر، قبر بالا نمیدیدی. از امو خاطر علی رضی الله عنه ابی الحیاج اسدی را که یکی از جمله تابعی است، او را وظیفه میده و همینطور برش میگه ای که تو را مامور بسازم به مو وظیفه که مرا پیغمبر مامور ساخته بود. گفت بله ای علی رضی الله عنه. گفت برو یک قبر که بلند از یک بلس باشه نگذاریشه، از بین ببرشه. دستوری پیغمبر هم وجود داره، دستوری کی؟ علی رضی الله عنه به ابی الحیاج اسدی وجود داره که باید قبر از یک بلس بالا نباشه. خیر گنبد جایز است؟ پخته کردن جایز است؟ چبوتره جایز است؟ این از کجا میشه؟ این بیرق کی سر جنده سخی چرا میگه؟ در روز قیامت علی رضی الله عنه شما را از اینمی چیسته با پیش الله شاید شکایت کنه که یا مرا نسبت میکرد جنده سخی. جنده کجا بود؟ سخی از کجا کرده بود جنده را؟ خود چند متر رختی ژاپنی است که تو در سر بیرق بسته میکنی، در اسپانا بسته کردی. نمگه استاد شد، نه استاد شد. شیطانی خبیث است خو او را باز اونجا استاد میکنه. مردم ها عجیب است، عجیب است. ما یک دفعه بعضی مردم که میگه سابق ملا نبود بسیار قارم میاد. سابق ملا بود، همین نوروز رد کرده بود، همین جنده بالا را رد کرده بود. چطور ملا بود؟ چه قسم بود؟ حالی هم یک تعداد رد نمیکنه ایران. خو یا سند پیش کنه در یک مذهب، در یک مذهب برای ما سند پیش کنه که بله جنده بالا میشه. بازورم در روزی که اولی عمل، روزی جشن زردشتی و آتش پرستا. تو چطور دعوای اسلام داری؟ تو زردشتیستی یا اسلام؟ کدام نظامت است؟ کدام آیینت است؟ بگو. اگر میگی که نه من اسلام قطعی چیست زردشتیت اردویش یک جای میکنم، باز الله برات میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، در اسلام مکمل داخل شدی. اینطور نمیشه که یک پای در زردشتی باشه یک پای تی اسلام باشه. اینطوری شده نمیتونه. حالی پیدا میشه مردم چی تبلیغات میکنه؟ فلانی مولوی گفته که امی گنبتا چپه شوه. الله برای ما زور بده. یقین بکن اگر 2 دقیقه بمانیم که در اونجا مرکز فحاشی جور شده، زن و بچه و دختر در اونجا و آدم مانده. امروز امو قبرای اولیاء را شما مرکز فحاشی جور نکدی؟ امو کلی پودریا در کجاست جایش؟ گنبتا خانه را تو برش جور کردی، پناه در اونجا برده. صحابه از اونجا آمدن که شرک محو کنه، در اینجا شرک نشوه و تو گنبت سرش زدی، مردم دعوت داده رو استی. نعوذ بالله با شرک. بیا این دین است. در کدام کتاب است؟ تو خود حنفی میگیری، بیار در یک کتاب حنفی که به دلیل موضوع را گفته باشه که بله این جایز است. خو امروز چی حال است؟ جنده سخی بالا میشه در روز نوروز، مخلوق روان است اونجا. اینجا دمی فرصتی که حرکت میکنه از اینجا، دمی پیشک موترش یک دانه زن میه بیوه چادری کنده زیر چرکو بگه چیسته گندگی، یک دم نعوذ بالله کالاش دیده نمیشه. به نام الله سوال میکنه در پر نمیدی.
خود مزار 10,000 افغانی را موتر کرا گرفته، 10,000 دیگر اونجا خورده ای. خو اونجا هم دختری تم شانه اوگار شده، بچه زده شه، او ما چیست زنی تام، تصویرایش خود دنیا نشر شده. برو در اونجا چی کردی تو؟ کدام رقم مسلمان هستی تو؟ نامی الله پیشت احترام داشت که اینجا همی زن به نامی الله از پیش در پا طلب کرد ندادی، در اونجا حرکت کردی؟ این کدام اسلام است؟ این کدام دین است؟ این کدام حنفیت تو مذهب است؟ بگو برم. چرا در بدریست؟ چرا مردم این کارا را میکنن؟ همین دین است؟ کلا قطعا نه. گپ در سری کرامت بود. شده میتونه الله تبارک و تعالی عزت بده یک بنده خدا و در حالت مردگیش الله مو عزتش ظاهر کنه، لیکن این مانا را نداره که او دیگه حاجت رواست، او اولاد میده، او مشکل حل میکنه. در مجلس بزرگش سفیدا پیش ما آمده، یک دیوانه امام ای عقل داره که از قبر طلب نمیکنه. بیا ما گفتم که از دستت بگیرم که دیوانه نه، 1,000 هوشیار تو را. امی مردمایی که در روز نوروز در اونجا میره یا هوشیار است یا دیوانه. از تو سوال میکنم، یا یک حکم در مقابل، یا یارا کلش دیوانه بگو، یا بگو اگر هوشیار است از هوشیار است چرا اونجا میره؟ برای چی میره؟ برای کدام مقصد میره؟ بگو برام. اگر به این مقصد میره که نه دعا در مزار قبول میشه، یک سند برام بکشه که در یک حدیث پیغمبر گفته باشه که دعا در مزار قبول میشه، دعا در پالوی قبر قبول میشه، برام بکشه سند. جاهای اجابت و قبولیت دعا در حدیث آمده، یک کسی یک سند بکشه که در فلان پالوی قبر دعا قبول میشه. بلکه برخلاف حدیث صحیح پیغمبر علیه السلام است، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. بارا بسته نمیشه، بسترها بسته نمیشه که سفر شوه مردم برون مگر برای 3 مسجد. کدام؟ مسجد حرام، بیت الله، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس. چرا؟ در 3 مسجد الله فضیلت گذاشته. در مسجد حرام یک نماز برابر چند است؟ 1,00,000 نماز. در مسجد نبوی یک نماز برابر 1,000 نماز. در مسجد بیت المقدس یک نماز برابر چند؟ دیگه سفرها حرام است، ولی کل ملت طرف حرام میره. به نام چی میره؟ کاش که همونجا قبر علی را در اون باشه. علی را در اون در کوفه عراق است، مردم طرف مزار میره. مردم طرف کارت سخی در اینجا میره، پالی در طرف پانتون در اینجا میره. کارت سخی، کارت چی را میگه؟ بگوی او سخی کی را میگه؟ تو را به الله قسم به کدام سنه ثابت میتونی که علی را در پایش در کابل خورده یا در افغانستان خورده؟ ثابت کرده میتونی؟ چطور کارت جور شد، سخی جور شد؟ این دین است؟ دین ما او هم پرستی است؟ نه. الله برای ما گفت یا ایها الناس اعبدوا، دلیل برای ما گفت. الله از ما مطالبه عبادت کرد، خب باز دلیل برای ما گفت که به خاطر از عبادت مرا بکنی که اینی کارا در مقابلتان کردن، لیاقت دیگه کس نداره. این مسئله کرامت بود. معجزه هم اینطور امر خلاف عادت می باشه، به دست پیغمبر ظاهر میشه، دیگه مردم عاجز است از آوردن از او، پس خود به خود مردم تسلیم میشه که بلی پیغمبر است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بسیار معجزه ها داشت، خورد کلان، لیکن بزرگترین معجزش قرآن کریم است. این قرآن کریم با دیگه معجزات چی فرقی داره؟ هم با معجزای خودی پیغمبر، هم با معجزای پیغمبران دیگه. معجزای پیغمبران دیگه زمانی بود. توسط خود پیغمبر چی میشد؟ بگه به وجود می آمد. عیسی علیه السلام کور از جور میکرد زمانی که دست مبارک سرش مسح میکرد و میگفت که به امر الله تبارک و تعالی، و دمو زمان بود. امروز است؟ امروز نیست. برای همو مردم بود. کسایی که حاضر بود به مو مردم بود، کسایی که غیر حاضر بود برای از ما نبود. او معجزه از ما کلش در جسم تعلق داشت. دست میکشید مریض جسم کور بود، جسم بود جور میشد. قرآن با معجزای پیغمبر علیه السلام با دیگه معجزایش و با معجزای انبیاء علیهم السلام سابقه چی فرقی داره؟ این معجزه جاودانی است. چی است؟ همیشه است. تا روز قیامت هم قرآن موجود داره. صحیح است؟ مکانی و زمانی است که در یک زمان است دیگه زمان نیست.
نه، در کل زمان است، در کل مکان است، در هر جای است. در جسم تعلق داره یا در معنویت تعلق داره. قرآن که میخوانی وجودی تو را همینطور جذب کرده رایسته. شما وقتی کتاب اعجاز قرآن بخوانی و چه قسم جاذبیت داره. مطالب در قرآن نهفته شده که ساینسدانا و کسایی که تحقیقات داره، بررسی داره، ریسرچ داره، مطالعه داره، وقتی که نایل میشن به یک هدف بسیار خوش میباشه که ما اینی ابتکار کردیم. خب که پس میگرده در قرآن. قرآن وقت همو گپی از این که در پیش گفتم حیران میمانه. قرآن اینطور معجزه است، خود گویاست. همین قرآن خودش چی هسته؟ چلنج خودش میده. اونجا پیغمبر موسی علیه السلام عصای خدا مینداخت، باز دو اژدها میشد. قطع عصا بحر میزد، باز از او با هم جدا میشد. خب قرآن خودش گویاست، به هر کس چلنج میده، به هر کس. این همی چلنج است. و این کنتم فی ریب، اگر هست شما در تردد که کلام الله نیست بلکه کلام پیغمبر است، مما از او کتابی که نزلنا به تدریج نازل کردیم کتابه علی عبدنا بالای بنده خود، فاتو بصورت، شما آوردن کنی به یک صورت کوچک من مثله به مثل قرآن کریم که فصاحت و بلاغت داشته باشه، شامل به محتوا و مضامین خیلی عالی و گسترده داشته باشه، نایاب باشه، جاذب باشه، همه مضامینش خیلی سنجیده، خلل و نقصان نه در لفظ نه در معنا دیده شوه. بیاری شما ودعو شهداءکم، در این مقابله شما آواز بده، امداد طلب کنه از اون معبودای باطلتان من دون الله، بغیر از الله، ان کنتم صادقین، اگر راست میگی. مفسرین در اینجا دو نظر داره. یک نظر این تحداست، تحدا چلنج میگه، اخطار میگه، اخطار دادن است. قرآن کریم اخطار داده. الله تبارک و تعالی اول دفعه که اخطار داده به مثل قرآن کریم مطالبه کرده. باز در دوم مرحله 10 صورت به مثل صورت های قرآن بیار. در مرحله سوم 2 مرتبه است، یک دفعه در مکه و یک دفعه در مدینه منوره. این صورت مدنی است، در مدینه منوره است. چلنج داده در مقابل کوچکترین صورت یک صورت دیگر را بیاره. پس وقتی که آوردن نمیتونه، خود به خود معجزه پیغمبر چی شد؟ ثابت شد. که معجزه پیغمبر ثابت شد، رسالت پیغمبر چی شد؟ ثابت شد. پیغمبر است. قرآن صادق شد یا کاذب؟ صادق. حالی که ما در محتوای قرآن ببینیم که چقدر صادق است. یک دانشمند بزرگ تبت یدا را که خواند ایمان آورد. در عراق آمده بود، در یکی از معدنهای تیل کار میکرد، مسلمان نبود. خود تبت یدا را که خواند، بعد از اسلام آورد. چرا اسلام آورد؟ گفت وقتی که تبت یدا ابی لهب نازل شد، خود ابی لهب چی بود؟ زنده بود. قرآن اینقدر صادق است که ابی لهب اگر میخواست که بیادرزاده خود دروغگوی بکشه و قرآن نعوذ بالله دروغ بکشه، دستی بعد ایمانه چی میکرد؟ ظاهر میکرد که گپی قرآن چیش میشد؟ میده میشد. قرآن خود چی گفته بود؟ تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا. در کجا داخل میشه؟ ایمان می آورد که در آتش داخل نمیشد. گپی قرآن چی میشد؟ دروغ. دعوای پیغمبر چی میشد؟ از بین میرفت. لیکن عجیب است که یک قدر مدت ابی لهب آیت پیش نازل شده، ابی لهب بعد از خیلی مدت زنده است. خب لیکن همین قنه میتونه که ایمان چی کنه؟ ظاهر کنه که گپی قرآن دروغ بکشه. گفت بس این کتاب، بس این کتاب و این بزرگترین معجزه است. مردم در جنگ آماده شدن، یک معرکه نیست. با پیغمبر علیه السلام اهل مکه، کسانی که در مقام عکاظ هر زمانه میله جور میکردن و در اونجا بزرگترین افتخار مردم مکه همی بود که شاعرای قوی داشت و در شعر یکی دیگه خدا چی میکردن؟ بگه شکست میدادن. آنقدر فصاحت و بلاغت بود. وقتی این قدر آماده به جنگا شد، خود در کش دادن، مال خود مصرف کردن، تکلیفا را کشیدن، چرا کاری آسان نمیکنه که به مثل کوچکترین سوره قرآن کریم یک سوره تا جور کنه؟ ادعای پیغمبر علیه السلام چی میشه؟ از بین میره، بیخی باطل میشه. خب کده؟ نه. بعضی شاید اعتراض بکنه، شاید کسی کرده باشه، خب به ما نرسیده باشه. شما چی گمان داری که در مقابل قرآن هم دشمن پیدا شد، یک چیزی نوشته شود، بازی دنیا او را نشر میکنه یا نمیکنه؟ در طول تاریخ وسایل اخبار در تسلط کیست؟ وسایل چاپ در تسلط کیست؟ از او خاطر وجود نداره. چرا؟ این کلام
این کلام کلام الله هست. کلام مخلوق با کلام الله خالق هم نوا شده نمیتونه. یک توجیه است. دوم توجیه، این اخطار و چلنج نیست، این صورت مدنی است. در مدینه منوره علمای یهود زیاد موجود بود. این مناظره است، مناظره، دعوت به مناظره است. اسلام حق است، علمای یهود میگفت نه حق نیست، بیایی که مناظره کنیم. این قرآن حق است و میگفتن نه حق نیست، بیایی که مناظره کنیم. مناظره در اسلام درست است، جایز است. خود شرطش است مناظره به این خاطر میشه که حق واضح شود، بازار کدام میشه و دیگه امو چیزی که حق باشه او را بپذیره. اینی را مناظره میگه. در وطن ما خیلی زیاد دعوت ها به مناظره میشه. ورقا را چاپ میکنه، از دروغ نوشته میکنه، مناظره کردیم، شکست دادیم، اینطور کردیم. پشتی ما اینقدر ورقا چاپ میشه که پرسان نکن. اما ما را وقت شکست داده. ما را شکست داده. خب اونجا مناظره است. در مدینه که کدام اهل کتاب زندگی میکنه براشان دعوت داده میشه که شما میگی این قرآن حق نیست، این پیغمبر حق نیست، بیا دلایل خدا پیش کنید. ولی دلایل منزل از طرف بالا باشه، یعنی از طرف الله باشه. دلیلی که واقعیت قناعت بخش باشه شما پیش بکنید. از او خاطر اینجا شهدا به معنای نعوذ بالله معبودای باطل نیست، شهدا به معنای علما است. اینطور ترجمه میشه. و این کنتم فی ریب، اگر هست شما اهل کتاب فی ریب در شک و تردد مما از او کتابی که نزلنا ما میفرستیم علی عبدنا بالای بنده خود برای اثبات رسالت، فاتو شما ما آوردن کنه بصورت به یک صورت من مثلی که مماثل قرآن کریم باشه. مماثل قرآن کریم باشه یعنی دلیل منزل از جانب الله باشه یک مانا، یا مماثل باشه مماثل پیغمبر باشه. همینطور یک آدم عامی امیر بیان کنه، همینطور گپاره که پیغمبر بیان میکنه او هم بیان کنه، هر دو معنا باز درست میشه. ودعو طلب کنه شهداءکم علمایتانه من دون الله بغیر از الله ان کنتم صادقین، اگر در دعوایتان راست میگی. خب اینطور نمیمانه شده. فیلم تفعلوا، اگر آوردن نکرده در مناظره حاضر نشده، ولن تفعلوا و هرگز شما در مناظره حاضر شدن نمیتونه، فاتقوا النار التي، اصل جزا اینجا محذوف است. فاعبدوا ربکم، عبادت پروردگارتان بکنی که در یا ایها الناس اعبدوا ربکم براتان گفته بود. و آمنوا بالرسول، تصدیق پیغمبر بکنی. چرا؟ فاتقوا النار التي، توسط عبادت الله و ایمان به پیغمبر خدا نگاه کنی از آتش. کدام آتش؟ آتش دنیا. التي، و آتشی که وقودها الناس، در گیرانی از او چیزی که افروخته میشه و آتش از او الناس مردم است، و الحجارت و سنگا اعدت للکافرین، ای آتش آماده کرده شده برای کفار. از او تر آتش خدا نگاه کنه. چرا؟ اگر ایمان به پیغمبر نآوردی کافر میشه، اگر عبادت یک الله را نکردی کافر میشه. بازی تر آتش دمیرویتان فرا میرسه و شما درش میسوزید. در اینجا الله که میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شما در شک هستی. شک از وقت یقینی بود. چرا الله میگه اگر شما در شک هستی؟ شک از واره به منزله عدم شک الله مقرر کرده. چرا؟ اگر او از انصاف کار بگیره، از عناد و ضد کار نگیره، ادنا تأمل و تدبر در قرآن بکنه، درک میکنه که قرآن کتاب کلام بشر نیست، کلام کیسته؟ از او خاطر به تعبیر به این کرده. یک موضوع. دوم، نزلنا، به تدریج روان کردیم. کتابای دیگه که آمد بالای پیغمبرها یک دفعی آمد و یک اعتراض مردم هم می بود به پیغمبر، میگفت این کتاب چرا یک دفعه نمیاری؟ لیکن الله کتاب به تدریج آورد. به تدریج آوردن یکی خو موضوعات قرآن خب عملی شد، درجه به درجه کم کم عملی شد، در ذهن مردم قرار گرفت. دوم است که هر روز که به پیغمبر وحی می آمد، به پیغمبر یک نوع تازگی و یک نوع چی قوت حاصل می شد. از او خاطر پیغمبر چون در دعوت خود سخت فشارا را متحمل می شد، امو فشارا رنجش چی وقت کم می شد، دردش کی کم می شد که وحی جدید نازل می شد. از او خاطر قرآن کریم به تدریج آمده. علی عبدنا میگه. بله قرآن خود سر پیغمبر آمده. خب پیغمبر است، بندی الله است، الله جور نشده، صفت الله برش ثابت نشده. قرآن الله سرش آمده، خب لیکن صفت الله برش ثابت نیسته که مشکل کشا واجد روا شود.
یا مریضا را جور بکنه. وقتی که پیغمبر سردار دو جهان، شخصیتی که در بین مخلوقات افضل ترین شخص است، محمد رسول الله صلی الله، او حاجت روا شده نمیتونه. خیر دیگه اولیاء حاجت روا شده میتونه، اصحاب حاجت روا شده میتونه، خودشان حاجت روا نمیشه، قبرایشان حاجت روا شده میتونه، مرده هایشان حاجت روا شده میتونه؟ نمیتونه. چرا خیر مردم نعوذ بالله به قبرها سجده میکنه؟ از او خاطر این گپا را الله در اینجا گفت. در اینجا الله خو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، این نمو مکالمه است. مثل که یک آدم میگه بیا قطم پشتی بگیری، باز میگیم بچو تو پشتی گرفتن نمیتونی، منظوری در غیرت آوردن از اوست که او در غیرت بیا قطی تو چی بگیره؟ پشتی بگیره. این جمع به می مناظره یا به می اخطار دادن چی داده؟ غیرت داده که نمیتونه شما در میدان آمدن نمیتونه. او این جمع معجزه قرآن ثابت شد. قرآن خبر داد که ای فیلم تفعلوا ولن تفعلوا، هرگز نمیتونه. خبر داد یا نه؟ خب باید یاد میدان میبر آمدن که امی دعوای قرآن چی میکرد؟ میدان میکرد، باطل میکرد. خدا میدان بر آمدن؟ نه نبر آمدن. چرا؟ آلی اعجاز قرآن کریم که قرآن کریم کتاب معجز است، جهتای مختلف داره. اعجاز علمی قرآن کریم، تشریعی قرآن کریم، اعجاز فنی قرآن کریم، اعجاز حکمی قرآن کریم. قرآن کریم به مختلف جهتا الحمدلله علمای برجسته در مورد اعجاز قرآن کریم تصنیفات خیلی زیاده داره، خیلی زیاده داره. انسان بخی حیران میشه. یقینا قرآن تمام ابعادش معجزه است، تمامی لفظش معجزه، معنایش معجزه، دعوتش معجزه، حکمش معجزه، جاذبیتش معجزه. تنها دیگه کل آهنگ و صدای قرآن چیست؟ زن چینایی ایمان آورده. به خاطر چی ایمان آورده؟ در یکی از مجلات خواندم صرف گفتی آهنگ، وقتی که او خود دیگه چیز عربی خود نمیفهمید، میفهمید خود صدای قرآن فهمید که صدای انسانی نیست. هنرمندا که مردم برش میگه سازنده یا رقم آواز دارن، خب کدام آوازی که جالب و جاذب است؟ آوازی کیست؟ قرآن کریم است. از هر نگاه معجز است. از زمان خاطر در زمان خودی پیغمبر بزرگترین شخص که بسیار مهارت داشت، آدم کلان بود، سخنران بود، ولید ابن مغیره است که مردم او را معذف کرد برو پیغمبر علیه السلام یک چیزی قطش گپ بزن باز پس بیا که ما مردم چی بگویم در مورد قرآنش. او که رفتی قرآن شنید قرا خانه را لازم گرفت که حالی دیگه هیچ به مردم بگه چیزی را نگوید. وقتی که مردم در خانهش آمد قسما را یاد کرد و گفت که یقینا ان له لطلاوه و ان له لحلاوه، این قرآن عجیب شیرینی داره، عجیب تازگی داره، بالای از یک دم مسمر است، ریشه از یک دم محکم است. به الله قسم که قول بشر نیست. خود قسم میخوره. لیکن مردم مجبور میکنه چی بگویم؟ میگه اگر شعر بگویم مردم شما را ملامت میکنه. ها گپ در کجا رساند؟ سحر در کجا رساند که خیلی تاثیر داره. از خاطر میگه اینی تو رو بگویم. نعوذ بالله، الله رحم بکنه. بله قرآن در اینجا از آتش در اینجا تهدید کرد یا وعید آتشی را بیان کرد که وقودها الناس والحجاره را گفت که در گرانش مردم و سنگاست. بعضی مفسرین نوشته میکنه مراد از مردم امو کسایی که بتا را سنگا را پرستش کرده او سنگا امو سنگای هستن که وا پرستش شوده. لیکن نه، اینجا قرآن مطلق گفته مراد از ناس و سنگا. الله اشاره به عظمت و بزرگی آتش میکنه که اونجا ضرورت به درگیرانای چوب و چیستا کاغذ و ورق و تیل و ای گپا نیست. اونجا درگیران خود انسان و خود چی هست؟ سنگ است. آتش الله و آتش انسان با هم چی داره؟ فرق داره. آتش انسان است که ضرورت به درگیران داره، آتش الله ضرورت به درگیران نداره. آتش انسان از بیرون در میگیره درون میره، آتش الله از درون در میگیره بیرون میره. الله نگاه کنه ما را. این آتشی است که مخصوص برای کفار است. چرا؟ به خاطر که وا راه حق نپذیرفتن، الله همین قسم آتش برش مقرر کرده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اسلوب قرآن کریم است، یک طرف وعید بیان شد، آلی را سری تو بند نمی سازه. الله می فرماید در مقابل این فریق دیگه قرار داره. الله پیغمبری خود امر میکنه و بشر الذین، خوشخبری و مژده بده و او کسانانی که آمنو ایمان آورده. قرآن که هر جای کلمه ایمان مطلق ذکر میکنه مراد از پیش ایمان چی است؟ شرعی. مطلق تصدیق قلب نیست.
بلکه تصدیق خلق در مورد چند چیز بود؟ 6 چیز که مؤمن بهی میگفتیم به مو کیفیتی که قرآن بیان کرده. و عمل الصالحات، عمل صالح انجام داده. سبب نجات انسان چند چیز میشه؟ یکی عقیده، یکی عمل صالح، عمل درست. عمل صالح کدام عمل میگیم؟ همین جایات میگیریم دیگه، جای باز نمیگیم. کدام عمل میگه؟ که خالص به خاطر رضای الله باشه و موافق نقشه. خوش خبری بده ان لهم، که یقینا برای تر مردم که عقیده درست و عمل درست داره یا مؤمنای واقعی است، این مردم بشارت بده که برشان جنات باغای است تجری که روان می باشه من تحتها، در زیر درختها و قصرها الانهار و جویا، در زیر فرمان جنت یا هر طرف که اشاره میکنه جوی روان میشه. کل ما رزقوا، هرگاه که برشان خوراک داده میشه، روزی داده میشه، منها زمین میوه جنت، من ثمرت از یک میوه، رزقا برای خوراک از یا. قالوا یا میگوی هذا الذی، یمو میوه است رزقنا من قبل. دو معنا میکنیم که بر ما وعده داده شده بود من قبل، پیش از در دنیا، که اگر ما شرط و شرایط پوره کنیم اینمی رقم روزی بر ما داده میشه. یک معنا. دوم معنا قالوا میگوین هذا الذی، خامو میوه است رزقنا که بر ما داده شده بود من قبل، پیشترک ازی، حالی که نوامت رنگشان یک رقم می باشه لیکن لذتا گوناگون می باشه. و تو آورده می شود بهی به میوه ها، به چیستا میوه ها خوراکی جنت، متشابهن رنگارنگ، قسم قسم. الله تبارک و تعالی رقم رقم چیزا را برشان میاره. فکر میکنه که البته مزه از یا یک قسم می باشه، حالان که متفاوت می باشه. در جنت خو الله اون نعمت برات میده که چیزی در قلب انسان بگرده، در قلب انسان بگرده همون چیز میآید. بعضی برادرها سوال میکنه که در قلب انسان اگر نعوذ بالله زنا بگرده، شراب بگرده، نه، قلبای جنتیار الله از چیزای، از خواستهای نادرست و ناروا چی کرده؟ پاک کرده. آن چیزی خواهش تو می باشه که مناسب شان توسته، از او خاطر کارهای غلط و خراب نمی باشه. یکی بیگاه زنگ زده بود برای من که اگر حور خو هسته، یعنی حوری نفری دیگر اگر آدم بخواه او چطور میشه؟ دلیل داریم که تنها به یک نفر باشه؟ ما گفتم در قرآن آمده حور مقصورات فی الخیام. این سوالا بیجا سوال است. خب اونجا الله به هر کس نظری تو را بالکل سیر میسازه، به حوری خودت، به حوری دیگرها قطعا نظرت واقع نمیشه، هیچ خواهشت پیدا نمیشه. قرآن امور توصیف کرده. این سوال اینی طور حل میشه. الله در انسان او طور خواست نمیده که نامناسب باشه، خواستای چی می باشه؟ مناسب می باشه. از امو خاطر به مو مقام و منزلتی که الله به جنتی داده، به مو قناعت برش نصیب کرده، دلش نمیشه دیگه طرف بره و او قدر در چشمش بسیار زیبا و چیز درست معلوم میشه. لهم فی ازواج مطهرة، برای جنتیا در می جنت ازواج جفت و جور است، مطهرة که پاک کرده شده است از هر لوس و از هر نوع اخلاق ناپسندیده یا عیبای دنیوی یا اخلاق بد، از هر قسم، هم از نگاه لفظ و زبان و جسم همیطور پاک است و هم از نگاه اخلاق و عقیده پاک هستند. و هم فیها خالدون، امی جنت یا در جنت همیشه است. چیزایی که انسان برش ضرورت دارد دو قسم است. یکی آن چیزی که بدون از او هیچ نوع زندگی نمیشه، او را ما و شما خوراکای اولیه میگیم، خوردن نوشیدن. دومو چیزی است که او را تحسینات میگه، توسط از او دیگه خوبی ها و زیبایی ها پیدا میشه. میوه همیشه برای چی است؟ لذت حاصل کردن، برای سیر شدن نیست. اما تو رس یا نیست؟ از او خاطر تکمیل لذت توسط اینمی چیزا میشه. در زندگی دنیا بجز غیر از خوراک باید میوه های هم داشته باشیم. خب لیکن قرآن اشاره میکنه که تکمیل لذت نعمت ها توسط دو چیز میشه. یکی آن چیزی که خواهش خوراک و نوشاک انسان است، دوم آن چیزی که خواهش شهوت انسان است. از همون خاطر است زندگی، نعمت زندگی تکمیل نمیشه بدون ازدواج. تا وقتی که ازدواج نباشه، یک آدم بیلدینگ داره، خوراکای لوکس برش میاد، میوه های گوناگون میخوره، نعمتش کامل است؟ نه، بلکه ضرورت به زندگی داره. زن داره خود دیگه نعمت ها نداره، باز نعمت تکمیل نیست. خب بله، تکمیل نعمت توسط کدام زنا میاد؟ جفت و جوره. جفت و جوره ای که واقعا صفت مطهره را داشته باشه. قرآن کریم کدام صفت که برای زن ذکر میکنه، این صفت خیلی اهمیت داره. در چی؟ بگوید در تکمیل نعمت او طهارت است. از او خاطر است که قرآن اشاره به این میکنه
که ما زوجه چی رقم داشته باشیم؟ مطهره داشته باشیم. آلی مطهره کدام زوجه را میگه؟ مطهره پاک باشه از نگاه عقیده، بالکل عقیده قرآن و حدیث داشته باشه، عقیده توحید داشته باشه، پاک باشه از نگاه عمل کردش موافق عمل کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، در نگاه اخلاق پاک باشه، امی قسم پاک دامن باشه، نظرش طرف دیگه نشوه، نعوذ بالله ایلاگش در بازارا نباشه. مثل که در جنت اینمی قسم زن الله توصیف میکنه برای تکمیل نعمت انسان. اینمی قسم در دنیا هم اگر الله کسی را نصیب کرده باشه همچو زن، یقینا که نعمت دنیوی چی هست؟ برش پوره شده. کدام کسی که زنی داره که متدین است، یقینا او سختی را تیر میکنه. قطر بگوی مشقت تکلیف اما گفاره میپذیره قطع تو، هیچ وقت سبب غم و غصه تو نمیشه، بلکه یار و چیسته همکار و مددگاری تو در راه دعوت است. از امو خاطر است شما خو جواناسته تلاش بکنه که همیشه در تلاش همچو دختره باشه که یقینا اینطور صفتا را داشته باشه، و دخترای مسلمان متدین در تلاش همچو بچای باشه که بچه همچو عقیده پاک داشته باشه، عمل پاک داشته باشه، تینتی پاک داشته باشه، عفت و پاک دامنی پاک داشته باشه. اونو وقت است که زندگی جنجال و کشکال نمیه. اگر این گپا نباشه باز میبینی که در زندگی حتما چیسته انقطاع پیدا میشه، خلل و نقصان پیدا میشه، باز زندگی از شیرینی به چی به سوی تلخی میره. نه، این مسئله مهم است. مسئله ازدواج یادتان باشه عادی و سرسری فکر نکنه، بسیار بنیادی فکر بکنه، با پدر و مادر مشوره کنه، پدر و مادر قطع اولاد هم دختر هم بچه خود مشوره بکنه، مطابق میل دل و عقیدهشان باید امی قسم کسی را برش پیدا بکنه که یقینا خواست از او باشه. اگر زن و شوهر یقینا از نگاه مفکوره و عقیده متحد بودن زندگیشان خلل پیدا نمیکنه. الله تبارک و تعالی کل شما برادرها و خواهرایی که تعالی را ازدواج نکرده و در صددش است همچو جفت و جوری مناسبه پاکه که الله صفتش بیان کنه براتان نصیب کنه. آمین. خو نمیگه شما دوری خورا چطور میگه آسین اینطور آمین؟ بله نعمتا خود در دنیا می باشه لیکن زوال پذیر است. خزان سرش میاد آدم او قدر دل در این نعمتا بسته نمیکنه. بله یک امتیاز نعمتای او جهان است که و هم فیها خالدون، اونجا همیشه هستی. یک روز اگر در پغمان دوستیت ببره یک روز که تیر کنی که روز سیوم شو قاشوش ترش میشه نمیمانه، خو اونجا قاش ترشی وجود نداره، خود خواهش میکنی برات میآید. عجیب است ما برای 2 روز راحت و زندگی خود آنقدر زحمت میکشیم که آرام شویم. مردم ما که از اینجا سفر میکنه از افغانستان بسیار مملکت خیلی خوب، آب و هوای خوب داره، یقینا بسیار زیبا ملک است، لیکن ما و شما پای لچ میکنیم میرویم در ایران، پاکستان، لندن، کانادا، امیالی در ممالکی زندگی میکنیم که بالکل 6 ماه شب و 6 ماه روز است. برای چی اونجا رفته؟ برای از اینکه چیزی پول کمایی بکنه که باز پس بیا چند روزه برای راحت تیر کنه. با چی تیر کنه؟ سعی کنی برای چند روز راحت چقدر تکالیفات میکشه، چقدر زحمت ها را میکشه، او به الله معلوم که باز امی راحت هم بری تو حاصل میشه یا نمیشه. در مسیری را تو می مایا جور میشی یا در قفسای بندیخانه میفتی، یا است که پول میاری پس در اینجا یک روز در خانه تیر نکده که دزدا تو را بگه در یک قول حلال کرد سری همی پولی. احتمال است که پس امی راحت برات حاصل میشه یا نمیشه. الله متعال که بالکل حق میگه و راست میگه، اون بر ما میگه که در صورتی که ما عقیده صحیح و عملی صحیح داشته باشیم اینمی قسم راحت بر ما حاصل میشه. اوی راحت جاودانی است. چرا زحمت نمیکشیم؟ چرا روزه نمیگیریم؟ چرا خودت زحمت نمیدیم نماز بخوانیم؟ چرا عقیده خود صحیح نمیسازیم؟ بله اهمیت نعمت آخرت اگر در قلب ما جا گرفت باز دیگه کل احکام الله سر ما چی میشه؟ آسان میشه. چرا؟ کسی که عسل خوش داره نیش زدن زنبورای عسل در قصیش نمی باشه. می باشه؟ نمی باشه. ما باید امیر رقم در عبادات الله تبارک و تعالی تکلیفی که بر ما میرسه باید امون نعمت جنت در ذهن خود بگیریم و این نعمت ها اموتور است. کسایی که شهادت در لحظه میخواه مثل صحابه واری و به این خاطر نعمت جنت در قلبشان چی عظیم شد، بزرگ شد، اهمیت پیدا کرد، از این خاطر زندگی دنیا برشان هیچ است و واقعا همونطور است. ایمان انسان امی قسم جور میکنه الله نصیب بکنه.
ان الله لا یستحی، یقینا الله تبارک و تعالی حیا نمیکنه. یضرب امر رقم که لایق شان الله است. یضرب که بیان کنه مثلا ما یک مثال از مثالا را بعودتن و کرپشه باشه، یعنی پشه باشه، فما فوقها یا ازو کدم بالا ده خوردی باشه، ازو کده زیاد ده خوردی بالا ده خوردی باشه. فاما الذين پس هرچی و کسانانی که آمنو ایمان آورده، ایمان شرعی که پیش دیر شد، فیعلمون خب میدانه انه الحق که اینمی مثال بالکل مطابق ممثل است، ممثل خب واضح میسازه من ربهم از جانب پروردگارشان است. و اما الذين كفروا هرچی و کسانانی که انکار میکنه از دعوت حق، ایمانی شرعی نمیاره، فیقولون میگه ماذا اراد الله، چی چیز الله اراده کرده، بهذا با این چیز، مثلا از روی مثال الله جواب میده یضل به کثیرا، گمراه میسازه توسط مثال بسیاری را، و یهدی به کثیرا، هدایت میکنه توسط مثال الله کثیرا زیاده، و ما یضل به، گمراه نمیسازه توسط مثال الا الفاسقین، بجز از کسانی که برآمدن از طاعت الله، اما مردمایی که از طاعت بیرون میشه، از حدود بیرون میشه، اما گمراه میشه. مشرکین اعتراض کردن. مفسرین دو نظر داره. یک تعداد میگه وقتی که الله مثال منافقین بیان کرد، وام اعتراض کردن کی چی گپ است که مثال بیان میکنه. قرآن کریم کلام الله است، کلام الله مثال چرا بیان میکنه؟ کلام الله مقاصد باید بیان بکنه. الله جواب داد که مثال ضروری است. چرا امر معقوله که تو در نظر مردم محسوس بسازی، توسط چی واضح میشه؟ توسط مثال واضح میشه که یک امر محسوسه در پیش مردم پیش کو و امر معقول توسط ازو درک کرده شود. و این امر خیلی ضروری است. در مثال فواید خیلی زیاد است. الله جوابی از یاره میده، انتقاد از یاره که مثال چقدر فایده ها داره. لیکن نه، این قول مرجوح است، قول راجع است که الله تبارک و تعالی دو مثال بیان کرده بود. یک مثال به کسانی که بغیر الله به کسی دیگه در حاجتها و مشکلاتهای خود آواز میده، حاجتها و مشکلاتهای خود آواز میده. الله مثالش بیان کرده بود که کدام معبودایی که شما برش آواز میده و این قدر عاجز و بیچاره است که بشر هم از خود رانده نمیتونه. اکثر دمی قبرا و دبوتای خود در او زمان مشرکا در قبرای خود چی را میماندن؟ چیزای شیرینه، الوا و نقل و این گپارا، شیر برنجا را میماندن. نظر به نام کی میکردن؟ بتای خود میکردن. تأسف است امروز مسلمانای ما او به او عمل ازوار عکس گرفته و خودی از یا امو عمل انجام میده نمیده. چاکلیتا و الواها را در کجا میبره؟ در قبرا. الله میگه ای مردم، شما که الوا و چیزای شیرینی را مانده، پشم می از سر از یا میشینه، این را خراب میسازه، میکروبی میسازه. بوت شما امی قدر توان نداره که او پشه را چی کنه؟ ای کنه. چطور شما حاجتایتان از یا طلب میکنی؟ با تأسف امروز مسلمانای ما در قبرها میبره چاکلیتا را میندازه، او همو چاکلیتا را میایه نعوذ بالله یا گوشت میبره اونجا، سگ در سری او قبر پای میمانه نعوذ بالله که نجس است. قبرها باید احاطه شود که سگا سرش نگرده. چرا هر قبر مسلمان قابل چی است؟ قدر است، قابل تعظیم است. حتی مسلمان با پای پشت سری قبر کسی پای خود مانده نمیتونه، پایا را باید لج بکنی، تکیه بر قبر نکنی که سبب اذیتی از او میشه. لیکن این مردم میبره این چیزها را در اونجا میمانه که نعوذ بالله سگ میبره. خو او ای بیتونه مو سگه؟ نه، مو قبر میگیره اینالی فلانی میکششه، میتونه که دفع کنه؟ نمیتونه. خیراجتای شما را چطور دفع میتونه؟ یک کسی که از خود دفاع نمیتونه چطور دفاع از دیگرها بکنه؟ الله مثالی عاجزی بتای ازوار داده بود به مثالی که پشرم بگه دفع کرده نمیتونه. یا اعتراض کردن که پشر چرا مثال بیان میکنه؟ پشر خیلی حقیر چیز است، خرد چیز است. یک در دیگه جای در سوره عنکبوت الله مثال او کسانی که دوستی را با غیر الله قائم میکنه، کسایی که با غیر الله دوستی را قائم میکنه، بیت عنکبوت است. آشیانه کیست؟ آشیانه عنکبوت نه بادگیر است نه باران گیر، بله یک پشگه که اوجا در دام خود گیر میتونه. کسی که الله را میگذاره، اعتماد به الله نمیکنه، با غیر الله نعوذ بالله رسپان دوستی را طالع میکنه،
یک قطع دوستی را قایم میکنه به مثل که در بیت عنکبوت پناه برده باشه. امروز با تاسف مسلمانا با قدرت های جهانی امروز که وا خود قدرت میگه بر ازوا سر ازوا اعتماد میکنه، قطع ازوا رابطه خود قایم میکنه. خو یاد داشته باشه یا بیت های چی هست؟ آشیانه عنکبوت است. الله مثال اینمی مردم ها را داده بود که به مثل آشیانه عنکبوت یا اعتراض کردن. الله تبارک و تعالی جواب میده. مثال برای توضیح ممثل است. او خب عاجزی بوتا توسط چی معلوم میشد؟ که پشر هم رانده. او خب دوستی مردمی که با الله دوستی نداره با غیر الله داره، خب مثالش کدام است؟ بگه امو آشیانه کی؟ عنکبوت. خب واضح میشه یا نمیشه؟ خب واضح میشه. از او خاطر باز اگر تو یک کمی فکر داشته باشی خبر داری که یک پشه چی رقم یک حشره است؟ ها؟ تو ایره خرد میبینی لیکن در خلقت خود در پیدایش خود بزرگ است، خیلی بزرگ است. پشه و فیل اردویشان یک قسم ساختمان داره. خرطوم فیل هم خرطوم داره، پشه هم خرطوم داره. خب پشه دو شاخ بگوی از کی کده؟ از فیل کده اضافه داره. خود تو خبر داری که در خلقت پشه چقدر زیرکی وجود داره. خرطوم پشه یک دانه موی است، موی، و اون موی لوله است، لوله ما بینش لوله است و چقدر قوی است که امی پوست فیل میزنه از داخل خونه چی میکنه؟ در این پوست کلان دبل این موی. در دنیا تعالی را کسی توانست امی قدر وسایل پیشرفته پیدا شده که به مثل خرطوم پشواره یک لوله را کسی جور کنه امو مقدار و در این میتور بگید پوست دبلی فیلم کار بکنه. تعالی را کسی کشیده تانسته؟ فیل بال داره؟ نداره. پشه بالام داره. تو خلقت کوچکی پشه را مقایسه کو با فیل. در دو چیز پشه اضافه شده از کی کرده؟ از فیل کرده. سرعت سیر از این را میدونی که چقدر تیز است. پشه که حرکت میکنه بالش میبینی دیده نمیتونی، اینقدر تیز است و آنقدر هوشیار است. با مجردی که تو اراده میکنی که بزنی و میپره. خبر هستی که پشه چقدر گپا داره؟ خب ساختمانش هستی کو چقدر کوچک است اما در اعضا از فیل کده زیاد اعضا داره. خب اینجا الله پشه را چرا مثال داده؟ پشه را به خاطر مثال داده که در دنیا کسی که خیلی وابستگی داره به مثل پشه است. به مثل پشه است. امو چیزی شیرین خوش داره و دمو چیزی که خیلی چسبناک باشه او میره باز همونجا چی میشه؟ بند میمانه. کسی که اینمی قسم تعلقی خود با این دنیای مردار داره مثل پشه واره اینمی قسم چی میشه؟ گیر میشه. خود باز خلاص نمیتونه. قرآن برای ما اشاره میکنه که بنده مومن کل عمرت در این مادات دنیا مصرف نکن، شب و روز در این وقت نده، یک کمی وقت در دینم بده. کدام تقسیم اوقاتی که الله برات جور کرده او تقسیم اوقات مراعات کن. 5 وقت ما دعوت بسید نماز میشیم یا نمیشیم؟ در مسجد الله برای جماعت ما دعوت میشیم یا نمیشیم؟ در کل سالا در 12 ماه یک ما دعوت به روزه میشیم یا نه؟ پول ما که زیاد میشه وقتی در نصاب برسه از 40 روپیه 1 روپیه سر ما هست یا نیست؟ بس بندگی الله رم بکن. تو را منع نمیکنه پشت دنیایت بگرد خو وقتی عبادت الله رم بشناس، حق الله رم بشناس. اینطور مکمل وقتی تا در دنیا نده پشه جور میشی و در اونجا چی میشی؟ غرق میشی. اینطوری نکن. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی لا یستحی حیا نمیکنه. همو رقم که لایق شان الله است. حیا صفت الله است. قول مسلک اهل سنت والجماعت السلف در زمان صحابه امی بود که کدام صفت برای الله در قرآن ثابت میشد بدون تاویل ثابت میکرد، بدون تشبیه ثابت میکرد. صحیح است؟ بدون کیفیت. نه کیفیتش بیان میکنه، نه تاویل دیش میکنه و نه تشبیه میده. اینطور نمیگن که مراد از حیا کردن چیست؟ لازم قطعش ترک کردن است. اینطور معنا کنیم ان الله لا یستحی، یقینا الله ترک نمیکنه. نه این تاویل شد. او تاویل مسلک اهل سنت والجماعت نیست. مسلک اهل سنت والجماعت بدون تاویل. بله صفت به الله ثابت کو، نه تاویل کو، نه تعطیل کو، نه تشبیه بده و نه کیفیتش بیان کو. چطور میگیم ما؟ الله حیا نمیکنه. امو رقم که لایق شان کیست؟
کیفیت شما نمیدانیم. حیای الله را مقایسه با حیای انسان نمیسازیم که اینجا حیا عبارت از شرم است. فکرتان شد؟ اینطور نیست. الله حیا نمیکنه یضرب که بیان کنه مثلا ما مثال از یک مثال را بعودتا اگه اون مثال پشه باشه فما فوقها یا از پشه که ده بالا ده خردی یا ده کلانی هر کدامشه که شما میگیره خراجح ده خردی است. از پشه کدام بالا باشه ده خردی هیچ کدام ایره الله حیا نمیکنه. چرا؟ به خاطر که مقصد داره، هدف داره. هدف چیسته؟ ممثل واضح کردن. فاما الذين آمنوا پس کسانی هرچی و کسانی هستند آمنو که ایمان شرعی داره فیعلمون ای حکمت اولی مثال بیان کردن است. فیعلمون میدانه انه الحق که اینمی مثال ثابت و راست است یعنی موافق ممثل است. الله که کدام چیزی را توسط ازی وضاحت میده بالکل چیز موافق است. وضاحت همون چیز امرایش میشه. او من ربهم از جانب کیست؟ الله ایشان است. الله بیان کرده. ما چون چرا عقل جنگی باز نمیکنم. و اما الذين كفروا هرچی کسانی که انکار میکنن از دعوت حق فیقولون میگه ده انتقاد اعتراض ماذا اراد الله بهذا مثلا چه چیز اراده کرد الله به از نگاهی مثال. قرآن درس میده کدام امری که به عقل خود تو درک کردن نمیتونی چون که از جانب الله آمده بفهمی که حتما ده مصلحت و حکمت وجود داره باید بپذیریشه. انتقاد نکنی که چرا نگو که چرا گفتی باز شاگرد ابلیس میشی. شاگرد چی میشی؟ ابلیس میشی. الله امر کرد که سجده کو به آدم و چرا گفت؟ نه تو بنده الله استی و اگر چه عقلت قبول نداره چون از جانب الله است. الله کدام ذات است؟ حکیم. کدام ذات است؟ امر نمیکنه مگر با چی؟ حکمت. حتما دو مصلحت وجود داره. علم تو درک کردن نمیتونه. پس آنا گوشت خنزیر حرام. دو زمان کسی میفهمید که گوشت خنزیر چرا حرام است؟ بس فرمان الله بود. امروز میفهمن یا نمیفهمن که یک گوشت خنزیر با وصفی که پخته میکنی در یک کیلو گوشت چند هزار چیسته بگه میکروبای تریشن برش میگه وجود داره او زنده باقی میمونه. عقل تو در اون زمان کار نمیکرد. خود تو بپذیر. کسی که مؤمن است انتقاد نداره. انتقاد داره؟ چرا نمیگه؟ از همون خاطر پیغمبر میگه که بدترین امت ما کسی است که در تقدیر گپ میزنه. در چی گپ میزنه؟ چرا در تقدیر گپی چی است؟ چرا نگو. تو نمیدانی الله برای تو بسیار کم علم داده. طولی از وجودی خود معلومات نداری که وجودی تو چی کیفیتای داره، چی خاصیتای داره. پس تو چطور شده میتونه که مخلوقات الله را رازش بفهمی، احکام الله را سرش بفهمی؟ ایره میتونه آدم؟ نه. کسی که آمنوست فیعلمون انه الحق من ربه. بس مؤمن وظیفه‌ش نمیسته که میگه از جانب الله آمده حق است. بس از جانب الله آمده حق است تسلیم میشم. خب بله بعضی اوقات الله حکمتهای ظاهری را هم برای ما واضح میسازه. چرا واضح میسازه؟ به این خاطر که تو بنده را میفهمانه که بنده هر حکم الله بی حکمت و بی مصلحت نیست. به تو معلوم شوه یا نشوه. اینا لیده بعضی اوقات معلوم میشه. اینجا چطور معلوم میشه؟ یضل به کثیرا گمراه میسازه توسط مثال کثیرا خیلی زیاده. حکمت دوم بیان مثال است. مثال چرا آورده؟ توسط ازی بسیار مردم گمراه شدن. انتقاد کردن یا نکردن؟ بس یک حکمت اینمی مثال اینمی بود. اولی اگر کسی بگه که یک حکمت امر به سجده کردن ملائک چی بود؟ الله چرا ملائک به سجده امر کرد؟ یک حکمتشی بود که مطیع و عدم مطیع چی شوه؟ معلوم شوه. فرمان بردار و غیر نافرمان معلوم شوه، غیر نافرماندار معلوم شوه. بس اینمی حکمتش بود دیگه. ما را که مکلف میکنه؟ یک آدم میگه او ما را چرا مکلف میکنه بریم در یک خانه چارخشتی کعبه اونجا چی بکنیم ما؟ نه، یک حکمتش اینه میسته که الله تو را امتحان میکنه که میری یا نمیری. حاجت به دیگه حکمتش نیست. در حالی که در اونجا بری بگوی اسراری را درک میکنی که پرسان نکن. اسراری را درک میکنی که هیچ پرسان نکن. نه، حکم الله است. یضل به کثیرا گمراه میسازه توسط همین مثال زیاده و یهدی هدایت میکنه به توسط این مثال کثیرا زیاده. هر کدامشان در خانه خود زیاده است، یکی در مقابل دیگر نه.
چرا که یکی در مقابل دیگه شه و یکیش که زیاد باشه دیگه در مقابل چی می باشه؟ کم می باشه. نه، هر کدامشان تعدادشان در جای خودشان زیاد است. کسی را که الله گمراه کرده هم زیاد است، کسی را که الله هدایت داده هم زیاد است. سوال وارد میشه که الله گمراه میکنه و هدایت میکنه، خیر بنده چیست؟ چرا عذاب هم برش میده؟ چرا ثواب برش میده؟ الله گمراه و هدایت کرده؟ نه، الله گمراه و هدایت کرده به خاطری کرده که این آدم کدام اسبابی که برای هدایت بود یکیش استفاده کرده دیگهش. پس گمراهی و هدایت نتیجه عملی خودش است. نتیجه عملی چی است؟ خودش است. اردور الله یک قسم اسباب داده بود برای هدایت، خو یکیش استفاده کرد دیگهش. از او خاطر میگه و ما یضل گمراه نمیسازه به توسط نمی مثال الا الفاسقین، بجز از او کسانی که از حدود برای الله برشان استعداد داده بود از او استعداد خود کار نگرفت، فرمان برداری الله را نکرد، همیشه سرکشی و نمو قسم مردم چی میشه؟ گمراه میشه. فاسقین کیست؟ فسق در لغت عربی برآمدن خسته از امو پوش خود است. از پوش خود که خسته میبره او را فسق میگه. اینجا فاسق میگه که حدودی را که الله وضع کرده، چوکاتی را، کیفیتی را که پیغمبر وضع کرده، نقشی که پیغمبر وضع کرده، این به مو خطا روان نیست، از خط چی میشه؟ بیرون میشه. از او خاطری را فاسق میگه. آلی فاسقین کیست؟ فسق دو قسم می باشه، یکی فسق که در درجه کفر میرسه، یکی فسق است که در درجه کفر نمیرسه، مرتکب گناه میشه. الله علی معرفی میکنه مشخصات فاسقین. الذين ينقضون عهد الله، فاسقین کسانی هستند که میده میکنه پیمان الله تبارک و تعالی را، من بعد میثاقی، پس از اینکه پیمان خب محکم شده، پیمان الله محکم شده. اینجا مراد از پیمان الله چیست؟ مفسرین مختلف توجیهات داره. کسی میگه مراد از پیمان الله همون عهدی است که در ازل الله گرفته بود، کل مخلوقات به مثل مرچه های زرد دوره پیدا کرد، عقل دایش مرکب کرد، بعد از او سوال کرد الست بربکم، ما پروردگار شما نیستم؟ کلشان اقرار کردن، قالوا بلا، گفتن که چرا نه، تو پروردگاری ماستی. بعضی میگه مراد از عهد اینمی ایمان کلمه گفتن است که وقتی لا اله الا الله میگی محمد رسول الله، با امرای الله پیمان کردی که یا الله کل احکام قبول دارم. کسی میگه مراد از پیمان اینجا اوامر الله و نواهی الله است، کدام چیزی را که الله امر کرده و از کدام چیز که منع کرده، اینمی پیمانای الله است برای ما و شما. راجع قولی است که عام است، پیمان الله اینمی عام است. وقتی که الله برای ما قابلیت داد، استعداد داد و میتونیم ما عقیده توحید بپذیریم و بعد از او اگر یک کسی مسلمان شده عقیده توحید پذیرفته، کلش پیمانی کیست؟ الله است. فاسق کسی است که اول لحاظ و رعایت اینی پیمان نمیکنه. اینی ولی برای ما معلوم میشه که اگر آدم گناهگار و فساد در روی زمین میکنه، مرحله اولش از کجا آغاز میشه؟ اول در نظر نمیگیره پیمانای الله را، در اصطلاح ما و شما اول در نظر نمیگیره ایمان خدا. کسی که مرتکب گناه میشه اول چی را در نظر نمیگیره؟ ایمان خدا. متوجه نمیشه که من مؤمن هستم، آیا این کار برای ما مناسب است یا نیست. یک و یقطعون ما امر الله بی، قطع میکنه او چی پیوند را امر الله که الله امر کرده بی به او پیوند، ایو سلکی وصل شوه، پیوسته شوه، یا آدم پیوند قطع میکنه. آلی ایمان بود، آلی ایمان در نظر نگرفت. بعد از ایمان توسط همی ایمان عمل است. عمل مثل نماز واری رشته آدم به امرای کی پیوند داده؟ به امرای الله. آلی تو دیگه اینی رشته را قطع میکنی. مثلا یک آدم نماز نمیخونه، امیر رشته را چی میکنه؟ قطع میکنه. در مرحله دوم است. بعد از او و یفسدون فی الارض، فساد میکنه در روی زمین. ایمان خود در نظر نگرفت، عمل بیخی در قصهش نشد، قطع کرد. ولی خود به خود چی میشه؟ کارای خراب کرده رویسته. کارای خراب در سرحد میرسه که به نزد ازی چیست؟ بگوی امر خوب معلوم میشه. سودخورا سود برشان خوب معلوم میشه یا بد؟ دزدی برشان خوب معلوم میشه یا بد؟ شرابخورا و پودریا خو میگه که شراب و پودر نباشه زندگی نیست. همونطور میگه نمیگه. انسان در گناه اول که داخل میشه ایمان خود در نظر نمیگیره، بعد از او قطع میکنه و بعد از او شروع به فساد میکنه. چرا؟ کارهای غلطش نعوذ بالله در ذهنش چی معلوم میشه؟ خب معلوم میشه. از او خاطر او را فساد هم نمیگه. چی میگفت؟
اصلاح اونجا پیش تیر کردیم یا نکرده بودیم؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون است. خود در اینجا بعضی مفسرین مراد از ما امر الله صله رحمی را میگه. قطعی کسی که تو رشته داری با امرای از تو تعلقاتی تا باید زنده کنی او زیاد بکنی. چرا؟ اصل مسئله یقینا هم میطور است. یک انسانی که با کسی که خون و رگ شریک استی لحاظ از او را نداره، حق از او را نمیشناسه، حق دیگران را میشناسه، لحاظ دیگران را میکنه، از امو خاطر صله رحمی رول مهم داره. رول مهم و صله رحمی امو چیزی است که در حدیث میاد الله روان میکرد در دنیا ای فریاد میکرد شکایت میکرد که الله مرا در جای روان میکنی که باز رعایت ما نمیشه. خو الله وعده کرد اگر کسی تو را وصل کرد من رحمت خدا برش چی میکنم؟ وصل میکنم. اگر قطع کرد من رحمت خدا قطع میکنم. شما ای را تجربه کنید. اگر با عمه، ماما، کاکا، خالا، بابا با هر کس از اقاربتان با وصفی که او میبره شما وصل میکنه، رحمت الله حتما سرتان میآید. شما یک کیلو سیب برای عمه و خالیتان بگیری باز میبینی که الله مردم میگه ما والا کار پیدا نمیتونم. تو رشته داری تا احیا کو زنده کو باز بعد ازو بگو که کار پیدا میشه و نمیشه که الله عوض و بدل برات میده و نمیده. بالکل میده. از امو خاطر ده حدیث پیغمبر میگه که کسی که میخواد که عمرش دراز شوه نیکی با کی بکنه؟ پدر و مادر و با دوستای پدر و مادر. اونجا عمر چی رقم زیاد میشه؟ عمری تو نیست، عمر خونمو تعداد و مقدار حساب شده است، نه کم میشه نه زیاد. نه در عمر کم الله از تو خدمت عمر زیاده میگیره. اینطور کارا را در عمر کم انجام میدی که امور یک آدم در عمر خیلی زیاد انجام میده. یکی از امتیازات پیغمبر علیه السلام چی بوده؟ که در بسیار نبوتش عمرش چقدر بود؟ 23 سال، لیکن کاری 230 ساله کرده. یک آدم در 230 سال همون کاره کردن نمیتونست، خب پیغمبر در 23 سال کرده. هرگاه تو خود دیدی که در عمر کم خدمتای زیاد از پیشت گرفته میشه، کارای نیک میکنی، باید خوش باشی. و ای از برکتی کی میباشه؟ قدردانی و احترام پدر و مادر و رشته داران میباشه. این را یاد داشته باشه. فراخی رزق توسط اینمی رشته داری قایم کردن میباشه. ولی کی قایم میشه؟ که اون میبره تو قایم میکنی، خاص به خاطر رضای کی؟ الله جل جلاله. اولئک هم الخاسرون، اینمی مردم ها تاوانی هست. چرا که الله برشان همین چیزایی که داده بود، کدام نعمتها در وجودش داده بود یا در بیرون داده بود، به این خاطر داده بود که پیمان الله را پوره بکنه، وصل بکنه و همچنان فساد نکنه. لیکنی برخلاف تمام زندگی و عمر خدا در چی تیر کرد؟ در فساد. دیگه یقینا که خساره کرده. ان الانسان لفی خسر. تو اینجا آمده ای الله از پیش چیزی مطالبه داره او تو مطالبه را برآوردن نکرده ای، تاوانی شده ای. الله از تو خواسته بود روزه بگی، نماز بخوان، او تو نعوذ بالله در جای نماز رفتی در سینما، در جای روزه رفتی شراب خوردی. عجیب است. تاوانی کیست دیگه؟ امی آدم است که سرمایه خدا چی کرده؟ از دست داد. کیف تکفرون بالله، چه قسم شما انکار میکنی به الله تبارک و تعالی؟ امی آیت هم میخوانیم. کیف تکفرون بالله، چه قسم انکار میکنی از الله؟ یعنی از عبادت الله انکار میکنی، یک الله را عبادت نمیکنی. یک مانا کیف تکفرون، چه قسم ناسپاسی و ناشکری میکنی بالله از انعامات الله. و کنتم امواتا، شما بوده ناچیز، هیچ چیز نبوده، عدم بوده. فاحیاکم، شما را وجود بخشید، شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، باز همی زندگی در اختیار شما نیسته، باز شما را میمیرانه. ثم یحییکم، باز از میرانیدن باز زنده میکنه شما را. ثم الیه، باز خاص به سوی الله ترجعون، بازگردانیده میشوی. یک دلیل کفایت میکنه که الله را آدم بشناسه او عبادت الله را بکنه. کیف تکفرون، بسیار جای تعجب است. این کیفه تعجبی است، بسیار جای تعجب است. تکفرون که شما ناسپاسی میکنه از کی؟ بالله، به الله تبارک و تعالی. یک مانا کیف تکفرون، بسیار جای تعجب است که شما این کار میکنه از توحید و یک تا پرستی الله تبارک و تعالی. یعنی بسیار تعجب است. چرا؟ دلایل وجود داره که قطعا باید تو سپاسگزاری نعمتهای الله را هم بکنی و الله را هم بشناسی، یک تا پرستیشه. از کجا میشناسی؟ در وجود خود نظر بکن.
در وجود خود نظر. الله تو را وجود بخشیده، وجود بخشیده. این وجودی تو خبر داری که چقدر پرزه ها داره، چقدر ماشینا فعالیت میکنه، هر پرزه و هر ماشین تو چقدر قیمت داره؟ راستی تا بگو، نظر که یک دفعه کل دنیا را بزنی. ما باری را گفتم، یک استاد ما قصه کرد، در کراچی رفتم، یک دکتر، یکی از جمله دوستا بود، ما را گفت که مولوی صاحب بیا که در عالم طب هم یک کمی آشنایی پیدا کنی که بدانی عزتی چی را اعضای بدنی تا. گفت رفتم، یک مریض چی تکلیف قلبی داشت، قلبش عملیات میشد، ماشینی که وظیفه قلب انجام میداد او را برش نصب کرده بود. دکتر برای من گفت که مولوی صاحب خبر داری که ماشین یک ساعت مصرفش چقدر است؟ من گفتم برش که نه. گفت یک ساعت مصرف این ماشین 1,20,000 کلدار است. فیسی که ما میگیریم از مریض و علایده است، تنها مصرف ماشین 1,20,000 کلدار است. ما تو چند سال عمر داریم؟ 50 ساله انسان میشی. در 50 سال وقتی که برای یک ساعت 50 سال با ضرب ساعت کو، یک سال ضرب ساعت کو، با ضرب 50 کو، باز ضرب چند کو؟ 1,20,000 کلدار کو، که در کروڑ ها میرسه یا نه؟ یک وظیفه یا مصرف قلبی تا پیدا کردن میتونی؟ چشم بگذار، زبان بگذار، لب بگذار، شریان بگذار، معده را بگذار، گوش بگذار، دماغ بگذار، چیستا همه اعضای دیگه، پای، دست، چی عضلاتی، استخوانی را بگذار. انسان تو مجموعه عجایبات هستی، مجموعه، و هر عضو تی قدر قیمت داره. اگر یک انسان بگیم که برو چشمتا فقط در دنیا برو به اینمی قدر مقدار پول بگی، یک آدم اگر بیلدینگ داشته باشه بیلدینگ خدا میده یا نمیده؟ میده. موتر داشته باشه میده نمیده؟ در مقابل یک چشم. لیکن تو خبر نداری که وجودی تو پر از اعضای گوناگون با ارزش است. ای انسان، امی وجود کی برات بخشیده؟ به می ترتیب، به این تنظیم، به این کیفیت. آیا ماده کور، ماده طبیعت میتونه که انسان به این شکل پیدا کنه؟ این کمونستای بدبخت چرا این کار از الله میکردن؟ انسان همونطور به وجود آمده. ها؟ باز بگیریم امی قدر عجایبات نسبتش به یک ماده کور بکنیم. ماده که چیز نیست، عجیب نیست. ها؟ یک وجود ما دلیل بالای وحدانیت کیست؟ بازی قدر انسان ها کلشان او را چی بگذار؟ آخر انشاءالله یک شست انگشتی ما و شما با هم تفاوت داره. به میلیاردها انسان هاست، تنها در خطای شست تو تفاوت وجود داره. جناب ایره کی میتونه غیر از ذات خبیر و حکیم و علیم و قیوم بگوی حی دیگه ذات میتونه؟ از او خاطر تو الله را بپذیر و نعمت الله را نادیده نگی. هیچ دیگه نعمت که نداشته بودی در وجود خود فکر بکن. سیسته که طعامت خوب نیست، کالایت خوب نیست، خانهت خوب نیست، موتر نداری، خب لیکن وجود خود داری، وجود خود الله برات داده. از او خاطر چرا ناسپاسی الله را میکنی؟ و کنتم امواتا، شما ناچیز بودی، نابود بودی، فاحیاکم الله شما را وجود بخشید. آلی وجود در دست ماست؟ نه. ای انسان فکری تا بگی، ای جوان، ای بچه جوان، ای دختری جوان، این جوانی که صبحکی در آینه استاد میشی، کاکولیت اینطور میکنی و میگی که مستم، یاد داشته باش که بازی جوانی در اختیاری تو نیست. ثم یمیتکم، باز شما را میمیرانه. انقلاب آمده نیست. خب کجا پیش میشیم خبر داری؟ ثم الیه ترجعون، باز به سوی الله باز میگردی. الله از پیش سوال میکنه این وجود برای تو بخشیدم، جوان بودی یا نه؟ از مختلف نعمتهای الله استفاده کردی، به ما چی کردی؟ نماز خواندی؟ ما چقدر از تو مطالبه کرده بود؟ 24 ساعت شب و روز بود، از تو 5 وقت نماز مطالبه کرده بودم، دیگر به تو گذاشته بودم خواب کو، بخو، کار کو، برای خود میکردی. 5 وقت نمازم به من نخواندی. 11 ماه برای خود رفتی. ماه 12 یک ماه از تو مطالبه کرده، اونم برای منفعت خودی که کلی مرضایت از بین میرفت. چقدر فواید داشت، گرفتی. استعدادی پیدا کردن پول برات دادم. آیا وقتی در صاحب نصاب رسیدی از 40 روپیه 1 روپیه را دادی؟ این پول برات دادم. آیا در حج در بیت الله رفتی؟ انسان است، ما را پیدا کرده، زندم نگاه کرده، بازم میمیرانه، باز زنده میکنه، بازم پیش کی میریم؟ خیر عبادت برای کی بکنیم؟ باید یک لحظه از یاد الله غافل، هر قدم ما موافق دستورات الله تبارک و تعالی و به نقش کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. دعا بکنید که الله تبارک و تعالی کلی طاعات و عبادات همه مسلمانان را و خصوصا از ما و شما را قبول و منظور بگردانه. اگرچه لیاقت قبولیت نداشته باشه، الله بنابر صفت رحمانیت خود قبول و منظور بگردانه. الله ما و شما را توفیق اعمال نیک نصیب بکنه. الله از هر قسم سرکشی و بدبختی ما را نگاه بکنه. الله ما را در جمله فاسقین و کفار و ناشکران حساب نکنه. الله توفیق طاعت و عبادت الله را نصیب ما بکنه. در هر سرزمینی که مسلمان است، الله عزتمندیشان پس برآورده بگردانه. مجاهدین مسلمان که قدم برای اعلای کلمت الله میگذارن، الله کامیاب بسازه. دشمنایشان الله خوار و مقهور و رسوا و شرمنده بگردانه. بندیای مسلمان که در هر سرزمین به ناحق بندی شده بندیست، الله راه رهاییشان برشان مهیا بسازه. الله کلگیر از زندان آزاد بسازه. الله تبارک و تعالی مشکلات متنوعی که مسلمان ها داره، اگر مریض است، اگر کسای فقیر است، اگر کسی که دیگه مشکلات و حاجت ها داره و مشروع است، الله به فضل و مرحمت خود، به رحمانیت خود و به برکت ماه مبارک رمضان کل مشکلات مسلمانان را حل بسازه. مرده های اسلام الله بخشش بکنه، جنت ها را نصیبشان بگردانه و ما زنده ها را در راه مستقیم خود هدایت کنه. ثابت قدم نگاه بکنه. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. برای دریافت سلسله درس های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.